در آیات گذشته جریان و داستان سیدنا موسی علیه السلام، تبلیغ موسی، موعظه و بیان موسی برای فرعون و فرعونیان را خواندیم. هم به عنوان تخویف دنیوی بود و هم به عنوان دلیل نقلی بود، دلیل نقلی از سیدنا موسی علیه السلام. و آیات گذشته تا اینجا خوانده شد که بعد از مراحل امتحانی مختلف برای فرعون و فرعونی ها، آخر الامر وقتی که بنی اسرائیل را تعقیب کردند، الله تعالی اونها را در دریای قلزم هلاک فرمود، نابود کرد، غرقشون کرد و موسی علیه السلام و بنی اسرائیل را الله تعالی نجات داد. بعد از اون وقتی که از دریا رد شدند و وارد صحرای سینا شدند، به سمت شام حرکت کردند. خداوند تعالی از قبل با موسی وعده فرموده بود که هر وقتی که کار فرعون تمام بشه و از فرعون و قوم فرعون فارغ بشند و موسی بپردازد به قوم بنی اسرائیل، به اصلاح بنی اسرائیل، به آموزش و تعلیم بنی اسرائیل، خداوند تعالی به ایشان کتاب میده. لذا داشتن میرفتند و موسی علیه السلام منتظر بود که اون کتاب را که قانون زندگی هست، آیین زندگی هست، از خداوند دریافت بکنند. منتظر طلب پروردگار بودن که از ایشون بخواد که بره به سمت تور. تازه از دریا رد شده بودند. حالا موسی علیه السلام با دو امت مواجه نیست، با یک امت. این امت که بنی اسرائیل هست، اسمش هست امت اجابت، امتی که دعوت موسی را اجابت کرد، امتی که پذیرفت. اون اولی که هلاک شد او امت دعوت بود، این امت اجابت هست. حالا ببینید امت اجابت، امتی که اجابت کرده، اولین حرکتی که انجام میده اینه که وقتی که گروه بت پرست را میبیند تقاضا میکند ای موسی، همونطور که اینها خدایی دارند و اطراف خدای خودشون جمع شدند، اعتکاف دارند، برای ما هم چنان خدایی تعیین کن که محسوس و مبصر باشه، یعنی هم ببینیمش هم احساسش کنیم. این اولین حرکت بود، پیشنهاد کفری بود. موسی علیه السلام اونها را تذکر داد، سخت تذکر دادن بر جهالتشان، بر نادانی و حماقتشان، و ذکر فرمودن که اینهایی که شما میبینید خدایی دارند و اطراف خدای خودشون جمع شدند، اینها نابود میشن، اینها را خدا از بین میبره که بت پرستند، شرک میکنند. شما چرا چنین مطالبه ای دارید؟ لذا معلوم میشه که سختی های موسی تمام نشده. تنها مشکلات از جانب امت دعوت نبوده، امت اجابت هم
مشکلات خاص خودش را دارد. قرآن تعبیر می فرماید وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ما عبور دادیم، گذراندیم بنی اسرائیل را از دریا. فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، آنها آمدند بر قومی، یعنی گذر کردند بر قومی که نشسته بودند. اعتکاف نشستن به نیت عبادت، انتظار کردن، نشستن به نیت قرب خدا. نشسته و اعتکاف کرده بودن بر بت‌هایی که مالشون بود، یعنی اطراف بت‌ها معتکف بودند. اعتکاف یه عبادتی هست، اعتکاف یه عبادتی هست. این که انسان بره در خانه خدا خودش را حصر بکنه به عبادت و اونجا منتظر بشه، اونجا بماند تا همون ایامی که دارد، به دعا و به نیایش و به ذکر و یاد خدا مشغول بشه، این عبادت را اعتکاف میگویند. لذا انسان ها، ما در مسئله لا خواندیم، انسان ها این عبادت را هم برای غیر خدا انجام میدادند. یکی از صورتهای شرک در اعتکاف بود. حالا امروزه تصورش به این صورت، امروزه به این صورت خواهد بود که کسانی برن جاهایی که اون جاها را تقدس برای اون جاها قائل هستند. ما الان تقدس برای مسجد قائلیم، در مسجد آداب خاصی را رعایت میکنیم. کسانی که برن جاهایی که اون جاها را به گمان خودشون مقدس میدانند و ما معتقد هستند، اونجا مدتی با آداب خاصی بمانند، جایی نروند، همونجا به ذکر و فکر همونها مشغول باشند. مثلا بعضی ها میروند بر قبور اعتکاف منشینند، چند روزی کنار قبر منشینه و ادعا میکنه که از این قبر و صاحب قبر به من فیض میرسه، به من خیر میرسه، نفع میرسه، شر دفع میشه، ضرر دفع میشه. این عبادت غیر خدا میشه. این شرک فی الاعتکاف هست، یا بگیم شرک در عبادت خاص هست. لذا آنها به این صورت نشسته بودن بر اون اصنام. اما حماقت قوم را ببینید. قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، گفتم بنی اسرائیل ای موسی قرار بده برای ما معبودی، یعنی مجسمی، همان گونه که برای آنها مجسمه هایی هست، آلهه‌ای هست. موسی تذکر داد. قال انکم قوم تجهلون، شما قوم جاهلی هستید. ان هؤلاء متبر ما هم فی، همانا اینها متبر ما هم فی، هلاک هست، هلاک میشه آنچه که اینها در آن هست. یعنی این مذهب از بین میره، این دین شرکی از بین میره. و باطل ما كانوا یعملون، آنچه عمل میکنند یعنی عمل شرکشان، این باطل است، این باطل است، فاسد است و بالاخره این روز میاد که این نابود میشه، از بین میره. قال اغیر الله ابغیکم الها، این تذکر دوم موسی. این همه به شما درباره یگانگی خدا و یکتاپرستی گفتم، هنوز حب شرک در دل شما موج میزند؟ آیا غیر الله، غیر از الله من برای شما الهی بطلبم، الهی جستجو کنم؟ در حالی که ببینید اون الله چه لطفی به شما کرده. این لطف و احسانات او می طلبد که شما هیچ کسی را بغیر از او یاد نکنید، عبادت نکنید. و هو فضلکم علی العالمین، او بر همه عالمیان شما را فضیلت داد. عالمین یعنی عالمی زمانهم، اون عالمیانی که در اون زمان بودند نسبت به همه بنی اسرائیل بهتر بودند، چون ایمان به خدا داشتند.
و اذ انجیناکم، حالا چون که موسی علیه السلام به قومش گفت که و هو فضلکم علی العالمین، نعمتها را ذکر کرد. چه نعمتهایی؟ یکی از اونها فضیلت بود. خداوند عزوجل در تایید این سخن موسی علیه السلام اینجا می فرماید اون نعمتها را که ما بنی اسرائیل را نجات دادیم. من جمله اون نعمتها یکی نجات از آل فرعون بود. فرعون و فرعونیان شما را چه کار می کردند؟ بدترین شکنجه‌ای که یک قومی را بدهند او به شما می دادند. پسران شما را و مردان را می کشتند، نسل را به اصطلاح خودشون از بین می بردند و دختران را زنده نگه می داشتند که این زنده نگه داشتن دختر و کار گرفتن دختر را به عنوان کنیز خود نگه داشتن، این از اون پسر کشتن هم کمتر نبود. دردش، رنجش، فشارش برای کسانی که غیرت داشته باشند، برای کسانی که روی مسائل حساس باشند. گاهی انسان روی ناموس خودش چنان حساسه که آماده هست خودش را به کشتن بده ولی ناموس به ناموس تعرضی نشه. حالا این برای بنی اسرائیل از این جهت سخت بود و از این جهت مشکل بود که خودشون، پسرانشون، مردانشون کشته می شدن، زنانشون در خدمت اونها قرار می گرفتند. الله تعالی می فرماید این نعمت را یاد کنید ای بنی اسرائیل. و اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، زمانی که ما نجات دادیم شما را از آل فرعون می چشانیدن شما را عذاب بد. اون چی بود؟ یقتلون ابناءکم، فرزندان پسر شما را می کشتند، و یستحیون نساءکم، فرزندان دختر شما را زنده می گذاشتند. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. و فی ذالکم، اشاره ذالکم به کجاست؟ اگر انجاء باشد دو احتمال هست. انجاء باشد اون وقت بلاء به معنی نعمت هست. و فی ذالکم، در این نجات دادن شما، بلاء من ربکم عظیم. عظیم صفت بلاست، یعنی بلاء عظیم من ربکم، عطا و نعمت بزرگی از پروردگار، از جانب پروردگار. خدا شما را از دست او نجات داد. و اگر یقتلون قتل باشد اون وقت بلاء به معنای بلا میاد، به معنای امتحان میاد، ابتلا میاد. در این کشتن او فرعون شما را و فرزندان پسر شما را برای شما امتحان و بلای بسیار بزرگ بود. بالاخره موسی تذکر داد و بنی اسرائیل ادامه داد مسیر را. وقتی که ادامه داد، خداوند عزوجل در همون صحرا موازی کوه طور بنی اسرائیل را گفت شما اینجا بمانید، چون موسی علیه السلام قرار بود که تورات را، کتاب را دریافت بکند، تحویل بگیرد. به قوم گفت که من به اون سمت میرم، من به اون طرف میرم، و هارون برادرش را به عنوان خلیفه، به عنوان جانشین برای تربیت قوم، برای راهنمایی قوم تعیین فرمود. و خود موسی علیه السلام به سمت اون میعادگاه رفت، به سمت طور رفت. اونجا وعده شده بود که 30 روز بماند، اما خداوند میفرما ما اون 30 روز را 30 شب، خداوند میفرماید که ما اون 30 شب را با 10 تا دیگه تکمیل کردیم، 40 تا شد. 40 شب موسی علیه السلام در کوه طور ماند. معلوم میشه که این 40 روز یه عددی هست که برای هر مرحله تربیتی، مرحله تکمیلی، یه عدد مناسبی هست. به همین خاطر
30 روز موسی علیه السلام به 40 روز. حالا یک سری دلایل دیگری هم گفته میشه ولی زیاد اونها ثبوت ندارد. 40 روزش تکمیل. به همین خاطر بچه‌ای که در شکم مادر هست هر 40 روز از یک حالتی به یک حالت دیگه تبدیل میشه. از نطفه علقه میشه، از علقه مضغه میشه. بالاخره هر 40 روز یک دوره تکمیلی هست که اون دوره اولی کامل میشه، دوره دوم شروع میشه. بنابراین موسی علیه السلام هم 40 روز در کوه تور ماند. در این 40 روز روزه بود. برای دریافت کتاب موسی علیه السلام داشت آمادگی میکرد. نکته دیگر که از اینجا برداشت میشه اینه که نزول وحی با روزه یه ارتباط مستقیم داره. حالا این ارتباطش را ما زیاد نمیتونیم بفهمیم، ما فلسفه همه احکام را متوجه نمیشیم، همه به ما گفته نشده، ولی مشخصه و معلومه مسلمه که یه رابطه ای هست بین وحی الهی، بین کتاب خدا و بین روزه گرفتن. به همین دلیل ما میخوانیم شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. در همین ماه رمضان قرآن نازل شد. نزول قرآن، نزول وحی با روزه گرفتن یه ارتباط خاصی داره. حالا بعضی میگویند که روزه معنویت را بالا میبرد، روزه استعداد بیشتری پیدا میکند برای دریافت وحی الهی. به همین خاطر به موسی علیه السلام دستور داده شد که این 40 روز اینجا روزه باش، روزه بگیر، تا اینکه موسی علیه السلام دریافت کرد. این دریافت وحی یک سنگینی خاصی دارد که اون سنگینیش را مقدار همین روزه کاهش میدهد. لذا الله می فرماید و وعدنا موسی 30 لیلة، ما وعده کردیم با موسی 30 شب، و اتممناها ب10 و تکمیل کردیم اون 30 تا را با 10 تای دیگه. فتم میقات ربه 40 لیله، تمام شد، تکمیل شد میعاد رب 40 شب. اینجا این نکته ای که قابل تدبر است، شب گفته شده، 40 شب. لذا از اینجا معلوم میشه که تاریخ را هم از اصل اینه که از شب حساب کنی. مثلا امروز چندم رمضان هست؟ به طور مثال امروز سومه، از شب شروع میشه، آفتاب که غروب میکنه شب دیگه، از اونجا به بعد سوم رمضان شروع میشه. حالا تا ساعتی که غروب آفتاب امروز میشه این سوم است. امشب 4مه. همون چیزی که ما مسلمانان حالا دیشب شب چی بود؟ شب جمعه نبود، دیشب شب شنبه بود، امشب شب یک شنبه هست. از اینجا معلوم میشه که آغاز حساب از چی میشه؟ از شب میشه. و نکته دیگر این که ما انسان ها تاریخ های خودمون را به 2 صورت حساب میکنیم، با خورشید حساب میکنیم و با ماه حساب میکنیم. که حساب خورشید را میگیم شمسی، حساب ماه را میگیم قمری. از شب چه حسابی شروع میشه؟ خورشید، ببخشید ماه. و از روز حساب خورشید، چون که طلوع ماه و حلول ماه در وقت شب است، اما طلوع خورشید در اول صبح است. باز هم معلوم میشه که اصل اینه که ما حسابهایمون را با حسابهای قمری حساب بکنیم. گرچه امروز مسلمان ها در کشورهای اسلامی حساب کردن با ماهای قمری را ترک کردند و با شمسی حساب میکنند، ولی اصلش اینه، هر دو جایز هست، ولی اصل اینه. به همین دلیل عبادات ما، ماهای عبادی تنظیم شده بر اساس ماهای قمری، نه بر اساس ماهای شمسی. که بگیم ما فروردین
عبادات خاص داریم، در ماه اردیبهشت مثلا حج میکنیم، نه، به حساب قمری. ما در ماه رمضان روزه میگیریم، در ماه ذی‌حجه حج میکنیم. حساب قمری هست، چون حساب از چی شروع میشه؟ از شب حساب میشه. خداوند هم نمیگه 30 روز، میگه 30 شب موسی ماند، 40 شب تکمیلش کردیم. و وعدنا موسی 30 لیلة، ما وعده کردیم با موسی 30 شب. و اتممناها ب10، تمام کردیم آن را با 10 تا. فتم میقات ربه 40 لیلة، میقات ربش تکمیل شد 40 شب. و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی، موسی به برادرش هارون گفت اخلفنی فی قوم، خلیفه من، جانشین من در قوم باش. کار چی باشد؟ کار جانشین. و اصلح، و اصلاح کن قوم را، یعنی به اصلاح ادامه بده. این امر ابقایی هست، همونطور که قبلا کار اصلاحی میکردی ادامه بده. ولا تتبع سبیل المفسدین، و پیروی نکن از راه مفسدین. اینجا موسی علیه السلام هارون را جاینشین خود قرار داد. هارون یک بالاخره سمت جداگانه هم داشت، خودش نبی خدا بود، خودش پیامبر خدا بود. موقتاً وقتی که کسی را جاینشین خود قرار دادی، این معنایش نیست که مؤبد همیشه ایشون هست. حالا موسی علیه السلام که هارون را جانشین قرار داد، دیگه معنایش این نیست که بعد از وفات موسی هارون میشه چی؟ به جای موسی. هارون علیه السلام قبل از موسی وفات کرد، پس بعد از عرض کنم خدمت شما که موسی جای او قرار نگرفت، در همون زمان موسی جای خودش قرار داشت. از این جهت میگویم که بعضی از عزیزان ما از یک روایت استدلال میکنند که در یکی از سفرها حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به سیدنا علی فرمود که من میروم، انت منی بمنزلت هارون من موسی، همونطور که هارون برادر موسی جانشین موسی شد، منم در این سفر میروم، شما جانشین من هستید. خب این درسته، در روایات ما هم هست که هارون موسی علی علیه السلام، علی رضی الله تعالی عنه و کرم الله وجهه را رسول الله صلی الله علیه وسلم جانشین خود قرار داد. خب در اون سفر جانشین قرار داد، معنیش این نیست که بعد از وفات من خلیفه من هم شما هستی، خلیفه بلا فصل. اون را حضرت صلی الله علیه وسلم ما معتقیم تعیین نکردن، اشاره کردن. اشاراتشون جا در اون آخر حیات همیشه به ابوبکر میگفت که مرو ابابکر فلیصلی بالناس، هرچی گفته یا رسول الله ایشون حزین هست، تحملش کمه، دلش نرمه، فرمون نه ایشون را امر بکنید. و نه تنها سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را، بلکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم در بسیاری از سفرها که تشریف بردند، صحابه دیگر را هم این سمت را دادند، این نیابت بعد از خودشون را که امور را انجام بده، کارها را انجام بده، نماز بده، امامت داشته باشه، به مسلمان های دیگه هم سپردند. در یک سفری که تشریف بردند، عبدالله ابن ام مکتوم را، عمرو ابن ام مکتوم یا عبدالله ابن ام مکتوم، ایشون را گفتن شما اینجا وظیفت اینه که نماز جماعت را برپا بدار و مردم را نماز بده. در یک سفری که آن حضرت صلی الله علیه وسلم رفتند، جایی رفتند، عبدالرحمن ابن عوف را گفتن شما اینجا امام باش، من میرم تا فلان جا میام. وقتی که آن حضرت برمیگشتند، عبدالرحمن ابن عوف داشت نماز میداد، آن حضرت به نماز رسیدند، وسط نماز بودن که ابن عوف وقتی متوجه شد که رسول الله تشریف آورده، سر نماز خودش را عقب کشید. نه همه تو روایت های ما هستند. بس کسی را وقتی که به جای خود نهادید که من به سفری میرم، معنیش این نیست که خب در هر سفر آن حضرت کسی را تعیین میکرد. این معنیش این نیست که بعد از من دیگه لازما شما همه امور را به دست میگیرید. لذا الله تعالی می فرماید موسی علیه السلام
به هارون گفت که وقال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، خلیفه من در قوم باش و اصلح، کار اصلاحی انجام بده، ولا تتبع سبیل المفسدین. اما موسی علیه السلام هرچی که میرفت به سمت طور علیه السلام، عشق، شوق، آتش عشق بیشتر میشد و وقتی که هم کلام شد با رب العالمین باز این عشق چندین برابر شد. لذا بیتاب شد، گفت یا رب به من نشان بده که من میخوام ببینم شما را. ولما جاء موسی لمیقاتنا، زمانی که موسی به میقات ما آمد و کلمه ربه و با او کلام فرمود ربش، قال رب ارنی انظر الیک، گفت بار اله به من نشان بده خودت را من ببینم تو را، تماشا کنم تو را. قال لن ترانی، جواب رحمانی، لن ترانی. قال لن ترانی، پروردگار گفت هرگز نمیتوانی مرا در دنیا ببینی، اما برای اینکه تشفی حاصلت بشه ای موسی، ولکن انظر الی الجبل، ببین کوه را، نگاه کن، تماشا کن کوه را، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر کوه در جای خودش استقرار یافت ان قریب مرا میبینی. اما خداوند عزوجل چیکار کرد؟ تجلی فرمود بر کوه. تجلی فرمودن اونطور که یلیق بشأنه سبحانه و تعالی، لایق پروردگار است، الله بهتر میداند. ولی اصل تجلی این میگن که بخشی از نور را بر جای بیفکنی، بیاندازی، نه اینکه خودش را نشان بده. وقتی که همین تجلی را فرمود، کوه ضعیف و این کوه قوی ولی در مقابل نور پروردگار ضعیف، این کوه تکه تکه شد، این کوه عرض کنم که پودر شد. فلما تجلی ربه للجبل، وقتی که ربش به جبل تجلی انداخت، جعله دکن، دکن یعنی کوه را تکه تکه کرد. دک خواندید کلا اذا دکت الارض دکن، دکن یعنی کوبیده میشه و ریزه ریزه میشه، کوه تکه تکه شد. و خر موسی صعقا، موسی بیهوش افتاد. موسی نتوانست همون دک کوه را تحمل بکند. پس کجاست که خدا را انسان ببیند؟ پروردگار در این دنیا با توجه به محدودیت هایی که خدا به ما داده، ظرفیتی که در وجود ماست، این ظرفیت محدوده و الله بهتر میدانه. بسیاری از این مطالبی که عرض میکنم اینها از متشابهات هستند، رب مراد را بهتر میداند. اما در احادیث اینطور آمده که اگر خداوند عزوجل اون پرده‌ای که بر الله هست اون پرده را بردارد، اون پرده را بردارد و بین این عالم و بین خداوند حجاب برداشته بشه، لأحرقت سبحات وجهه، اون درخشندگی و نور چهره پروردگار می سوزاند تا جایی که نظر پروردگار است، تا جایی که خدا می بینه. خدا تمام این عالم را می بینه، یعنی تمام این دنیا را می سوزاند و دنیا نمیتونه تمام این کوهها و جنگلها و درختها و احجار همه نمیتونه، همه میسوزد، همه از بین میره، چه برسه به انسان ها. اما خدای تعالی در آخرت ظرفیت فوق العاده اونجا، این انسان نیست، با این ظرفیت نیست، با این توان نیست. درباره مسائل دیگه اونجا چیزهایی گفته میشه که انسان تعجب میکنه، معلوم میشه که انسان ظرفیتش خیلی بالا میره، توان و قدرتش خیلی بالا میره، به اندازه که اونجا میتونه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، رب را میبیند.
لذا الله می فرماید فلما افاق قال سبحانك، زمانی که موسی افاق کردند، بهوش آمدن، گفتن بار الها تو پاکی، تبت الیک، من رجوع کردم به سوی تو از این نوع سوالات که دیگه از تو نمی کنم. و انا اول المؤمنین، من اولین مؤمن هستم. اول از قبل موسی ایمان داشت، اما اینجا مفسرین گفتن اولین مؤمن هستم به لن ترانی، به این که تو فرمودی لن ترانی، ما الان از همه قبل از همه قبول دارم که لن ترانی. قال یا موسی این اصطفیتک، اینجا گویا خداوند عزوجل تسلی میده این پیامبر محبوب خودش موسی را، ازاله حزن میفرماید. موسی مقداری حتما بر دلش گران آمد، بر دلش سنگین شد که نمیتونه رب العالمین را ببینه و نتوانست به این نعمت عظما دست بیابد. لذا خداوند تسلی میده، میگه من به تو نعمتهای دیگه دادم، ببین چه نعمتهایی. قال یا موسی این اصطفیتک علی الناس، ای موسی من تو را برگزیدم بر مردم، نسبت به همه مردم تو برگزیده من هستی. در چه اموری؟ به رسالاتی، به پیامهایم، تو هستی پیامبر من، پیام رسال من، و به کلامی، و همچنین به کلام من، تو را من از میان همه انتخاب کردم، با تو دارم کلام میکنم. لذا ای موسی کتاب را بگیر، تورات را بگیر، فخذ ما آتیتک، من آنچه که به تو میدهم بگیر، و کن من الشاکرین، از بندگان سپاسگزار و شاکر باش. لذا بگیر تورات را، برو. در تورات چی بود؟ و کتبنا له فی الالواح، ما نوشتیم برای او در اون الواح تورات، من کل شیء موعظة و تفصیلا لکل شیء، از هر چیزی نوشتیم، از هر چیز نوشتیم. این کل چی هست؟ استغراقی نیست، اضافی هست. یعنی هر اون چیزی که بنی اسرائیل برای زندگی کردن در دنیا، زندگی که در اون زندگی رابطه با خدا باشد نیاز داشت، همه اون ما یحتاج را نوشتیم، در حالی که اون الواح موعظتن، هر کسی میخوان موعظه بود، موعظه و پند بود، و تفصیلا لکل شیء، هر چیز توضیح داده شده بود، هر چیزی که نیاز به اون بود اونجا توضیح داده شده بود، روشن شده بود. لذا به موسی گفتیم فخذها بقوة، با قدرت این را بگیر، و امر قومک، و قومت را هم دستور بده که یأخذوا باحسنها. این قید اتفاقی هست، این نیست که غیر احسن دارد. یأخذوا باحسنها، به بهترین اون احکام عمل بکنند. و این معنی هم میتونه برای احسن باشه، چون در کتاب دو چیز هست، بعضی اوامر هست، بعضی نواهی هست، بعضی معروفات، بعضی ذکر منکرات. یعنی به اوامر عمل کنه، نه به اونهایی که نهی شده، به معروفات عمل کنه، نه به منکراتی که از اون منکرات باز داشته شده، بس به اون خوبهایش عمل کند. سأریکم دار الفاسقین، ان قریب به شما نشان میدم دار فاسقین را. دار فاسقین مصر هست، یا اینکه نه بالاخره عمالقه هست که بیت المقدس را و فلسطین را اشغال کرده بودند. شما وقتی که به این کتاب عمل بکنید، خدای تعالی به برکت عمل اونها را هم شکست میده و شما را، چون یکی از موارد عمل در کتاب جهاد بود، وقتی که انجام میدهید اون را خداوند در تصرف شما قرار میده. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اهل تکبر، تجبر، غرور، تعصب، اینها همیشه از خیر کتاب محروم هستند، از تعلیم کتاب، از منافع کتاب. من منصرف میکنم، باز میدارم از آیاتم اونهایی را که تکبر میکنن در زمین بنا حق. یعنی تکبر حقشون نیست، تکبر حق الله است، اونها بنا حق تکبر میکنن. و اونها را که خداوند باز بدارد، یعنی اهل تعصب و تکبر را
چه حالتی به خود میگیرند؟ و این یروا کل آیت لا یؤمنوا بها، اگر هر آیه‌ای ببینند در این کتاب ایمان نمی آورند، آیت دالت علی التوحید. و این یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، اگر آنان راه هدایت را ببینند، راه ایمان را ببینند، از بس که تعصب و تکبر دارند، لا یتخذوه سبیلا، به عنوان راه اون راه را انتخاب نمی کنند. و این یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا، اگر ببینند راه گمراهی را، اون را به عنوان راه برای خودشون انتخاب می کنند. ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا، این محرومی از هدایت برای این متکبرین چرا؟ این به سبب این است که آنها تکذیب کردند آیات ما را، و کانوا عنها غافلین، و از آیات ما بیخبر و غافل بودند. اونها محروم می شوند از هدایت کتاب. والذین کذبوا بآیاتنا، این تخویف اخروی است برای همین محرومین. وقتی که محروم بشوند، تکذیب بکنند، اون وقت هر چی که عمل نیک و عمل خوب از باب صدقه و معروفات داشته باشند هم تباه میشه، فایده ای نداره. عمل بدون ایمان به درد نمیخوره. والذین کذبوا بآیاتنا، آنهایی که تکذیب کردند آیات ما را، ولقاء الاخره، و یکی از اون آیات ایمان به آخرت است. همچنین کسانی که تکذیب کردند ملاقات آخرت را، ملاقات با خدا را تکذیب کردند، حبطت اعمالهم، اعمالشون ضایع شد، تمام اعمال نابود شد. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اونها جزا داده نمیشن مگر اون چی که عمل کرد میکنند، بر اساس اعمالشون خدا اونها جزا میده. واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. خب این جریان را هم در سوره بقره به صورت خلاصه خواندیم. اکثر این مسائلی که اینجا میخوانیم اونجا ذکر شدند، اما بعضی ها اینجا با تفصیل بیشتر، بعضی ها با اختصار نسبت به اونجا. بعد از اینکه موسی علیه السلام به طرف تور تشریف بردند، پشت سر یکی از منافقین بود که از سامرا بود. حالا سامرا بعضی میگه اسم قبیله ای هست، بعضی میگه اسم شهری هم هست امروز سامرا، ولی این سامرا شهر بعداً درست شد، این منسوب به همون قبیله هست. و این اسمش گرچه در قرآن سامری آمده، اما بعضی میگه این همون نسبتش هست. اسمش موسی بود، موسی بن ظفر، این هم نامش هم نام موسی علیه السلام. آدم منافقی بود، ظاهرا ایمان داشت اما ته دل با فرعون و فرعونیان بود. اما منافقین هم با موسی علیه السلام از دریا عبور کردند. این سامری همش به طرف منکر، شما میخوانید انشاءالله در سوره مبارکه توبه که المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. برعکس مؤمن که به جای اینکه به معروف امر کند دعوت بده، یأمرون بالمنکر، و از معروفات، از عبادات، از توحید انسان را باز می‌دارن، و ینهون عن المعروف. خب اینم نهی از منکر نمی کرد، این نهی از معروف می کرد. امر به معروف نمی کرد، امر به منکر می کرد، امر به شرک می کرد. لذا فنفوتی بلد بود، هنری بلد بود که از زیورالاتی که به دست قوم بود گفت اینا را به من بدید. از اینها گویا گفت که اونجا دیروز شما از موسی خدایی خواستید که همه جمع بشید، بیایید من به اون درست میکنم برای شما. از این زیورالات گوساله درست کرد که اون گوساله صدایی هم داشت، له خوار. حالا این صدایش دلیلش چی بود؟
قرآن نگفته، مفسرین اجتهاد میکنن. اون چی که میگوییم از قول مفسرین یا درسته یا نادرسته. بعضی میگویند که هنرش طوری بود که شکمش را خالی کرد ولی برایش دو تا راه هوا و باد درست کرد. از یک طریقی، از یک ورودی باد داخل میشد، از یک جای دیگه خارج میشد. وقتی که یه ظرف چنین حالتی داشته باشه، باد که بیاد یه صدای میشه. گاهی آفتابی را ما با خودمون حمل میکنیم برای وضو گرفتن، بیرون بیابان میریم، این آفتابه باد که میوزد سوت میکشه. در واقع همین هست که از یک دهنه باد میزنه و از اون جای دیگه خارج میشه. پس یه صدایی هست. چنین هنری را درست کرده بود موسی. اما بعضی دیگه میگن یک چیز طبیعی هست، این هر که میدوند. با این فریب نخوردند. این صدا خارق العاده فوق العاده بود. حالا الله بهتر میدونه، اما در قرآن اشاره ای هست که سامری یک چیزهایی دیده بود، یک چیزهایی گرفته بود. وقتی که موسی یقه سامری را گرفت، گفت تو از کجا این کار را کردی؟ اون گفت که من یه روز جبرائیل آمد و یک مشت خاک از زیر پای جبرائیل یا سواری جبرائیل که براق هست دیدم، برداشتم. سامری اونجا دریافت، چون که میگویند در آیه آمده فقبضت قبضة من اثر الرسول، یک مشت خاک از اثر اون فرستاده خدا که پیشت آمد. چون میگویند مفسرین اینو نوشتن که وقتی که حضرت جبرائیل با براق میرفت، هر جایی که اون براق و اسب پایش را میگذاشت اونجا بوته میروید. او متوجه شد که در آثار قدم این حیات است، زندگی هست. لذا فقبضت قبضة من اثر الرسول، یک مشت خاک برداشتم و این مشت خاک را بعداً متوجه شدم که به دردم میخوره، فنبستها، اونها را تو این گوساله و در این مجسمه انداختم که این صدا بود. حالا الله بهتر میدوند که به چه صورت بود، ولی معلوم میشه که به صورت فوق‌العاده صدایی داشت که اونها باور کردن از قبل محبت گوساله و گوساله پرستی در دل اونها بود، در اون زمانی که با فرعون و فرعونیان میزیستند و زندگی میکردند. معلوم میشه که انسان هر نوع همسایگی داشته باشد، اثر اون قوم و اثر همسایه در وجود انسان و در درون انسان خواهد بود، در اولاد و در نسل انسان. به همین خاطر میگویند وقتی که جای میخوایی برای زندگی انتخاب بکنی و میخوای زندگی بکنی، اون همسایه ها را حتما در نظر داشته باش که انسانهای خوبی باشند. وقتی که اونها انسانهای خوبی باشند، اثرات خوبی اونها، اثرات بندگی و عبادت اونها در وجود خودتو، در وجود اهل و عیالتو، فرزندانتو حتما خواهد بود، متأثر میشی. و اگر همسایگان بدی باشند، اثرات سوی از اونها میگیری. اگر همسایگانی باشند همه اهل منکر، همه اهل شراب و مشروب، همه اهل دود، خب مسلمه که کم کم این همسایه جدید هم گرفتار میشه، فرزندانش گرفتار میشوند. در روایتی هست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود که وقتی که زندگی میکنی با کفار فاصله داشته باشید. خانه هایتون به اندازه‌ای با کفار فاصله داشته باشد که اگر اینجا شما آتشی در شب روشن کردید یا اونها آتشی اونجا روشن کردن، شبها نیاز میشد که آتش روشن بکنن، آتش همدیگر را نبینید، یعنی اینقدر فاصله داشته باشید. حالا این تعصب نیست، این تنفر نسبت به کفار نیست، این یک برنامه تربیتی هست. یعنی
ما با کفار داد و ستد داشته باشیم، معامله داشته باشیم، پیمان داشته باشیم، خود رسول الله داشتن، رفت و آمد داشته باشیم، اما زندگی من نباید چنان آمیخته باشد و چنان شب و روز با هم دیگه نشست و برخاست داشته باشیم که از فرهنگ های منحط اونها اثر برداریم. به همین دلیل هست که امروز بسیاری از مسلمانان که به سمت کفار رفتن و با اونها زندگی میکنند، اصلا فرهنگ این مسلمان عوض شده که از زندگیش نمیتونی تشخیص بدی مسلمان یا کافر است. پس اینها چون که اونجا در مصر با فرعونی ها زندگی کرده بودند، اون محبت و عشق گوساله در رگ و ریشه اینها قرار گرفته بود. لذا به همین دلیل بود که زود اجابت کردند از سامری. الله می فرماید واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم، گرفت قوم موسی بعد موسی از زیورالات اونها عجلا جسدا. عجل یعنی گوساله که نه خود گوساله، جسدا یعنی جسدش مجسمش، اما فقط با بقیه مجسمه ها این فرق را داشت، له خوار، برای او صدایی بود. اما چقدر این قوم بی خرد است، حالا این صدا را داره، این صوت را میکشه، این فریاد را داره، آیا این دلیل الوهیتش هست؟ العیاذ بالله. نمی بینند که این گوساله دیگه هیچ نقشی نداره، هیچ حرکتی نداره، حتی کسی را نمیتونه راهنمایی کنه. این گوساله را به عنوان معبود گرفتن ظلم بزرگی. الم یروا انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، آیا آنها نمی بینند که این گوساله با اونها سخن نمی گوید و اونها را به هیچ راهی راهنمایی نمی کند؟ اتخذوه و کانوا ظالمین، اون را به عنوان اله گرفتند و ظالم بودند در این کار، چون شرک و ظلم عظیم است. ولما سقط فی ایدیهم، اما زمانی که موسی آمد، حالا نیکان اثرات خودشون را دارند. وقتی که موسی آمد، موسی آمد اونها را فهماند، تفهیم کرد، پشیمان شدند، متوجه شدند غلط بزرگی مرتکب شدند، شرک کردند، ظلم بزرگی، جنایت بزرگی انجام دادند. لذا با آمدن موسی نادم شدند. سقط فی ایدیهم، این کنایه از ندامت شدید است، این اصطلاح عربی هست. یقال للنادم المتحیر قد سقط فی یده، قرطبی میگه در زبان عربی به اون کسی که پشیمان بشه و متحیر و سرگردان که حالا چی کار بکنم، به این میگن سقط فی یده. لذا وقتی که پشیمان شدند و رأوا انهم قد ضلوا، و دانستن که گمراه شدن با این کارشون، گفتند که خدا الان ما را میبخشی یا نه؟ اگر نبخشه چی میشیم؟ در خساره و زیان ابدی واقع میشیم. لذا گفتند و رأوا انهم قد ضلوا، دیدن که گمراه شدن، فهمیدن گمراه شدن. قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، گفتن اگر رب ما بر ما رحم نکند و یغفر لنا، ما را نبخشد، لنکونن من الخاسرین، حتما ما از انسانهای زیانکار می شویم، می خواهیم بخشیده بشیم. موسی علیه السلام آمد. ولما رجع موسی، حالا ببینید موسی قبل از اینکه عرض کنم قبل از این مرحله آمد، نه اینکه بعد از اینکه اونها پشیمان شدن. اول موسی آمد، قوم را نصیحت کرد، پند داد و تفهیم کرد که ای قوم، شما گرفتار شرک شدید، شما رب العالمین را ناراضی کردید. اینجا قوم متوجه شد. پس بعد از آمدن موسی، این ولما رجع موسی الى قومه از نظر ترتیب اولتر است. اینجا ترتیب مقداری، چون هدف داستان نیست که به همون یک ترتیب همه گفته بشه،
هدف نکات است، نکاتی که برجسته هستند. شاید یک نکته در ذکر جلوتر بشه ولی در وقوع بعدتر بشه. لذا اصل ترتیب در سوره طه هست، اونجا هست فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا. اول موسی آمد عصبانی متاسف، بعد از اینکه آمد قوم را خطاب کرد، قال یا قوم بئس ما خلفتمونی یا اعجلتم امر ربکم. پس این بعدن شد. بعد از اون به سراغ هارون رفت. پس قوم اول پشیمان نشد، اول موسی آمد، ولی اینجا ترتیب برعکسه. قال بئس ما خلفتمونی ولما رجع موسی، وقتی که موسی برگشت الى قومه، به سوی قومش غضبان اسفا، در حالی که عصبانی و اسفناک بود، متاسف بود. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، گفت بسیار چیز بدی شما پشت سر من انجام دادید، یعنی شرک. اعجلتم امر ربکم، چون اونا گفتم موسی رفته اونجا، موسی 30 روز شد نیامد. این خدا اینه که اینجا آمده، موسی اونجا سرگردانه. و القا الالواح، الواحی که به دستش بود، القا منظور اینه که از دستش افتاد، نه اینکه موسی علیه السلام بی حرمتی بکنه و الواح را بیندازه. از بس که غیرت دینی داشت، از بس که عصبانی بود، لم یتمالک، خودش را کنترل نکرد، الی ان وقعت الالواح، تا اینکه اون الواح از دستش افتاد بدون اختیار. این آلوسی نوشته. و القى الالواح، انداخت و افتاد الواح. و اخذ برأس اخیه یجره الی، سر برادر را گرفت میکشید به سوی او، به سوی خودش، عتابا سرزنش میکرد. اما او چی گفت؟ او تحمل داشت، در حالی که بزرگتر بود از موسی. قال ابن ام، گفت ای فرزند مادر. ببین موسی علیه السلام و هارون از طرف مادر تنها برادر نبودند، ولی ذکر مادر چیکار میکنه؟ تحریف میکنه عاطفه را، چون که بیشتر با مادر انسان رابطه عاطفی دارد. قال ابن ام، گفت ای فرزند مادر، ان القوم استضعفونی، همانا قوم مرا ضعیف برشمرد، و کادوا یقتلوننی، نزدیک بود مرا بکشد. اونطور که تو فکر میکنی نبوده که من تبلیغ نکنم، من کارم را انجام دادم. فلا تشمت بی الاعداء، نخندان بر من دشمنان را. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مرا با قوم ظالمین قرار نده، یعنی من را در ردیف اونها، در حکم اونها قرار نده، من که تبلیغم را کردم. موسی علیه السلام متوجه شد، مناجات موسی به درگاه پروردگار. قال رب اغفر لی ولاخی، گفت بار الها منو ببخش و برادرم را ببخش. و ادخلنا فی رحمتک، ما را در رحمتت داخل بگردان. و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین هستی. لذا دعا کرد برای خودش و برای برادرش. حالا الله عزوجل می فرماید ما به اونها گفتیم کسانی که گوساله را پرستیدند، اونها با عذاب خدا مواجه، اونها باید توبه بکنند. توبه اون زمان یکی از اعمال شاق و از اعمال سختی که بنی اسرائیل داشت این بود که کسی گناهی میکرد، بعد از گناه پشیمان میشد، توبه میکرد، بالخصوص گناه ارتداد. بعد تنها به این کافی نبود، باید او کشته میشد تا توبهش قبول بشه. اما در این امت الله عزوجل، در این دین خداوند آسانی آورد. اگر کسی العیاذ بالله مرتد بشه، او را مهلت میدن برگرده، دلائل را برایش بیان میکنن، برگردد به سمت دین. اگر برگشت دیگه اون حکم قتل چی میشه؟ ساقط میشه. اما اونجا در دین موسی اینطور نبود. اونا که مرتد شده بودن حالا پشیمان شدن، نادم شدن. با وجود پشیمانی و ندامت باز هم دستور رسید که کشته بشوند. لذا الله می فرماید
سینالهم غضب من ربهم، ان قریب غضبی از جانب ربشان به آنها میرسد، و ذلت فی الحیات الدنیا، و در زندگی دنیا ذلت و خاری، و کذالک نجزی المفترین. رب العالمین می فرماید ما این گونه جزا می دهیم، به کیفر اعمال می رسانیم مفترین را، کسانی که افترا می گویند. والذین عملوا السیئات، آنهایی که عمل بد انجام دادن یعنی گوساله پرستی کردند، ثم تابوا من بعدها و آمنوا، سپس توبه کردند بعد از گوساله پرستی و ایمان آوردند. خب اون چی که اینجا هست درباره آخرت هست. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، همانا ربت بعد از توبه اونها نسبت اونها بخشایند و مهربان است، اما حکم دنیا اجرا میشه. ولما سکت عن موسی الغضب، زمانی که از موسی اون غضب و عصبانیت سکوت کرد، پایین آمد، اخذ الالواح، الواح تورات را گرفت، اونها را جمع کرد. الله درباره اون الواح و برکات اون الواح می فرماید و فی نسختها هدى و رحمه، در نسخه تورات هم هدایت بود علما، هم رحمت بود عملا. للذین هم لربهم یرهبون، اینا مستفیدین من التورات، برای آن کسانی که آنها نسبت به ربشان خوف دارن، یرهبون یخافون. اما تفصیلش اینجا نیست، شما در سوره بقره خواندید که اینها گفتند ای موسی شما مدتی نبودی، ما از کجا بدونیم این کتاب از طرف خداست یا از طرف خودت هست؟ این قوم شکاک، قوم موذی، چقدر اذیت کردن پیغمبر خدا را. موسی علیه السلام فرمود پس انتخاب کنید تعدادی به عنوان نماینده بیایند. 70 نفر را انتخاب کردند. اما این 70 نفر اونجا که میره کلام پروردگار را میشنود، میگه موسی قبول نداریم، باید ببینیم. لن نؤمن حتی نرى الله جهرة. خداوند عزوجل دیگه غضب فرمود و خداوند عذاب را بر اونها مسلط کرد. واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، انتخاب کرد، اختیار کرد موسی 70 نفر برای میعاد ما. حالا بعضی از مفسرین گفتن این البته قوی نیست، گفتند که این 70 نفر تعیین شدند لیعتذروا من عبادت العجل، تا از عبادت گوساله پرستی برن معذرت خواهی بکنن، برای این تعیین شده بودند. فذهبوا فسمعوا کلام الله، اونجا رفتن معذرت خواهی کردن، کلام خدا را شنیدن، اونجا گفتم ما ایمان نمیاریم. اما اصل بحث برای تورات بود، برای تورات که کتاب خداست. از ادامه هم معلوم میشه که همین بحث بود، چون آمدند و به قوم گفتند که کتاب خداست. فلما اخذتهم الرجفه، وقتی که اون رجفه و زلزله از پایین و صیحه و اون برق از آسمان گرفت اونها را و کشت، قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایای، بار اله اگر تو میخواستی تو هلاکشون میکردی قبل از این، هم اینها را و ایای هم ما را جلوتر هلاک میکردی. حالا چند تا سفیه و چند تا نادان یک چیزی گفتند، آیا شما ما را به خاطر اونها هلاک میکنی؟ و از این ناراحت بود که اگر پیش قوم برگردد نماینده های اونها، نخبه های اونها کشته شدند، چه جوابی به اونها بده؟ لذا الله عزوجل دعای موسی را قبول کرد، دوباره این 70 نفر زنده شدند. موسی چی میگه؟ رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایای، بار اله اگر تو میخواستی هلاک میکردی اونها را بالغرق او بفرعون همون زمان، و همچنین مرا، اما امروز هلاک نکن. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، آیا ما را هلاک میکنی، ما را نابود میکنی به اونچه که به سبب اونچه که نادانهای ما انجام دادن؟
پروردگارا من میدانم این هی الا فتنتک، نیست این مگر امتحان تو هست. چی بود؟ زلزله، رجفه از پایین، صاعقه از بالا. اینو میگه تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء، تو هستی که گمراه میکنی هر کسی را که بخواهی و هدایت میکنی هر کسی را که بخواهی. انت ولینا، بار الهات تو هستی ولی ما، حامی ما، پشتیبان ما در دین و دنیا. فاغفر لنا وارحمنا، پس ببخش ما را و بر ما رحم کن. و انت خیر الغافرین، تو بهترین بخشاینده هستی از این اشتباهات ما، ببخش ما را. و همچنین نه تنها به این که ببخش، واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه، بنویس برای ما، مقدر بفرما برای ما در این دنیا هم حسنه. حسنه یعنی ایمانا و طاعتا. و فی الاخره، و همچنین در آخره بنویس انا هدنا الیک، انا هدنا الیک ای انا تبنا الیک، خدایا ما به تو برمیگردیم. اما پروردگار چی فرمود؟ اجابت کرد دعای موسی را و فرمود قال عذابی اصیب به من اشاء، عذاب من به هر کسی که من بخواهم او را گرفتار میکنم. اما و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من خیلی وسیع است، احاطه کرده. وسعت یعنی احاطت، احاطه کرده هر چیز را، یعنی عموم لا نهایت له. رحمت من عمومیه، نهایتی ندارد، حد پایانی ندارد. لذا این رحمت را برای چه کسی می نویسم؟ منظور رحمت خاص است. فساکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات، این رحمت ویژه را می نویسم، ثبت می کنم، مورد رحمت قرار می دهم کسانی را که از خدا می ترسن. یتقون این عمل قلب هست، در دل اونها تقواست. و یؤتون الزکات این عمل جوارح هست، عمل دست هست. و یؤتون الزکات، زکات ادا می کنند. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، این اصلاح عقیده هست، ایمان است. کسانی که به آیات ما ایمان بیاورند، رحمت برای اونهاست. یعنی چند چیزه، یکی ایمان، اعتقاد، دوم عمل با جوارح یؤتون الزکات، سوم یتقون، در دل اونها تقوا و خشیت الهی باشد. کی هستن اینها؟ ببینید حالا این داستان موسی بود در گذشته، اما در زمان رسول الله اونا چه کسانی هستند؟ مسیحی، یهودی اگر میخواهد رابطه با خدا را داشته باشد و رحمت خدا شامل حال او باشد، راهی بغیر از اتباع رسول الله ندارد. این که میگویند وحدت ادیان، این غلطه. هر دینی داری به همون دین خودت عمل کن، فقط بد نباش. نه، تا زمانی که ایمان به رسول خاتم، به نبی خاتم داشته نباشند، اهل کتاب، یهود، نصارا، اهل ادیان سماوی، اونا نمیتوانند نجات بیابند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که اگر موسی خودش باشه و عیسی هم باشه، اونا بغیر از ایمان به من چاره ای ندارند. پس حالا که خداوند میفرماید من رحمت را می نویسم، ثبت می کنم، برای چه کسانی؟ این کسان معلوم میشه کسانی که باید ایمان به رسول الله بیارند و اتباع رسول الله بکنند. پس رسالت رسول الله، بعثت رسول الله مخصوص عرب نیست، مخصوص عرض به خدمت شما که قریش نیست، اهل مکه نیست، همه از هر قومی، از هر ملتی باشی، یهودی هستی، مسیحی هستی، باید ایمان بیاوری. لذا برای یهودیان خدا چه شرطی ذکر می کند؟ الذين يتبعون الرسول النبی الامی، آنهایی که پیروی می کنند از رسول، اون رسولی که رسول خداست و نبی هست، الامی،
امی یعنی به مکتب نرفته، درس نخوانده. اما این رسول نبی امی را در کتابهای خودشون هم میبینن. الذي یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، همان رسول نبی امی که میبینن نوشته شده نزد اونها در تورات و انجیل نوشته شده. حالا فریضه این رسول چیه؟ یأمرهم بالمعروف، آنها را امر می کند، به معروف امر می کند. و ینهاهم عن المنکر، آنها را از منکرات باز می دارد. و یحل لهم الطیبات، طیباتی که اونها بر خود حرام قرار داده بودند حلت اونها را بیان می کند. ای یبین لهم الحلال. و یحرم علیهم الخبائث، و خبائث را، مالهای ناپاک را، نجس را، حرمتی اونها را اعلام می کند. و یضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت علیهم، این پیامبر که آمده بر می دارد از اونها اصرهم، اصر میگویم عرض کنم که بار شدید را، اون بارش سنگین. والاغلال، همچنین اغلال جمع غل هست، توقهایی که التي كانت علیهم بر اونها بود. لذا مراد از این چی هست؟ مفسرین میگن مراد از اصر احکام شدیدی که در تورات بود. والاغلال التي كانت علیهم، اون تکالیف شاقه، تکالیفی که سخت بودن در تورات، اونها را این پیامبر آمده بردارد. لذا انسان موفق کیه از میان یهودیان؟ نه اون که فقط به موسی ایمان بیاره، نه، فقط به تورات کافی نیست. تا دیروز که در میدان اون بود، اون تورات بود، اون پیغمبر بود، بله، اما امروز که این پیغمبر آمده چاره به جز ایمان به این ندارد. لذا می فرمد فالذین آمنوا به، آنهایی که ایمان می آورند به این نبی، به این نبی امی، و عزروه، و او را احترام می گذارند، او را اکرام می کنند، و نصروه، او را یاری می کنند، در جهاد یاری می کنند، با جان و مال یاری می کنند. و اتبعوا النور الذی انزل معه، و آنهایی که پیروی می کنند از نور، آن نوری که انزل معه، همراه با او نازل شده. اولئک هم المفلحون، اینا رستگار هستند. اگر یهودی بگه که من به دین خودم عمل می کنم رستگارم، نه، حالا باید ایمان به نبی امی. لذا حالا اینجا خداوند بیان می فرماید عمومیت بعثت محمد صلی الله علیه و سلم را، که اونطوری که بعضی از هموطنان ما میگویند که ایشون پیغمبر بوده برای عربها و خود قرآن گفته و پیغمبر همه نیست، پیغمبر ما ایرانیا نیست، ما خودمون پیغمبرهای فارس زبانی داشتیم، این نادرسته. دین خدا برای همه انسان ها هست. این دین که دین، چرا در گذشته پیغمبر در میان همه بوده. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما معتقدیم برای هر قومی پیغمبر آمده. در میان عبرانی ها پیغمبر آمده، در میان سوریانی ها آمده، عراقی ها پیغمبر داشتن، هندوستانی ها پیغمبری که به زبان هندی صحبت می کرده، فارسی ها پیغمبری که به زبان فارسی صحبت می کرده. در گذشته هر منطقه جداگانه یه پیغمبری به زبان خودش داشته. اما حالا که آخر زمان هست، دیگه پایان دنیا هست و تمام دنیا هم ارتباط با هم دیگه دارد، روز به روز این ارتباطات بیشتر میشه. حالا نیاز است همه در یک مسیر قرار بگیرد، همه یک پیغمبر داشته باشد. لذا حالا نه، حالا عمومیت بعثت است. حالا ایشون به عنوان پیغمبر جمیع انسان ها هست. تمام انسان ها باید ایمان به ایشون داشته باشند و هر کسی ایمان داشته نباشد برایش هلاکته. ببینید دعوت، اگر قرآن را اینها قبول دارند، قرآن همین را میگه قل یا ایها الناس،
به اینها بگو یا ایها الناس، ای مردم، انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول الله هستم به سوی شما، به سوی همگی شما، همه انسان ها. رسول الله کدام الله؟ همونطور که الله خالق همه هست، حالا در آخر الزمان رسولش رسول و پیغمبر همه هست. الذی له ملک السماوات والارض، آن اللهی که برای اوست پادشاهی آسمان ها و زمین، آن اللهی که لا اله الا هو، بجز او هیچ معبودی لایق عبادت و لایق پرستش نیست. یحیی و یمیت، من جمله تصرفات و قدرت او این هست که او هست فقط زنده می کند و او هست می میراند، بغیر از او موت و حیات به دست کسی نیست. لذا ای مردم، ای انسانیت، فآمنوا بالله و رسوله، ایمان بیاورید به الله و رسولش. کدام رسولش؟ النبی. الان کسی میگه من به رسولش ایمان دارم، به موسی ایمان دارم، عیسی هم رسول الله است ایمان دارم، اما نه، این رسول نبی امی، این که امی لقب است. فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی، به رسولش، اون رسولی که نبی هست، این برای تاکید رسول است. الامی، اون رسولش که به مکتب نرفته، همه چیز را مستقیم از الله میگیرد. الذی یؤمن بالله و کلماته، آن رسولی که به خدا، به توحید خدا و همچنین به کتاب خدا، کلمات خدا ایمان دارد. واتبعوه، اون رسول را پیروی کنید. لعلکم تهتدون، تا اینکه به راه هدایت قرار بگیرید. قطعا به مسیر هدایت شما قرار میگیرید، هدایت یافته میشید. پس این رسالت رسول الله است، برای همگان است، باید همه ایمان بیاورند. لذا الله تعالی اینجا تعریف میکنه مؤمنین اهل کتاب را که اونها ایمان آوردند. بعضی ها ایمان آوردند، عبدالله ابن سلام ایمان آورد، بعضی دیگه که قبلا ذکرشون را برای شما کردم اینها ایمان آوردم. پروردگار میفرماد و من قوم موسی امة یهدون بالحق و به یعدلون، از قوم موسی گروهی هست که یهدون بالحق، به حق راهنمایی میکند، یعنی در مسیر توحید اونها هستند، در مسیر توحید قرار دارند، در مسیر دین اسلام قرار دارند. و به یعدلون، و به همین برابری میکنند، فیصله میکنند، یعنی در مسیر عدل و انصاف قرار دارند. حالا همه مثل هم نیستن. بنی اسرائیل را خدا خیلی نعمت داد. از اینجا اون نعمت هایی که بر بنی اسرائیل خداوند عزوجل بیان فرموده، اون نعمت ها، این نعمت ها بار بار تکرار میشه. ولی این قوم چقدر ناسپاس، چقدر ناشاکر، چقدر خلاف دستور خدا بود. حالا خدای تعالی ذکر میفرماد اون چی که در بقره خواندید، اونها را 12 گروه کرد، چون 12 تیره بودند، از 12 پدر بودند، فرزندان یعقوب 12 تا بودند، 12 تیرهشون کرد. آب نداشتن، به موسی دستور داد که بر سنگ عصا بزند، 12 تا چشمه برای هر یکی یکی جداگانه. و همچنین خداوند زمانی که اینها در اون صحرای سینا بالای سر خودشون خورشید را داشتند و از گرمی خورشید در شکنجه و در عذاب بودند، خدا می فرماید ما ابر را بر اونها سایه افکندیم. خوراک نداشتند، من و سلوا را به عنوان خوراک به اونها دادیم. اونها بلا تکلیف بودند. بالاخره تا اینکه جهاد کردند گفتیم که وارد قریه بشید، راحت برای اونها بیت المقدس را فتح کردیم. اما اینها وقتی که به بیت المقدس رفتند، به اون شهر مقدس رفتند، به جای اینکه از خدا مغفرت بخوام، به جای اینکه این کلمات و راهنمایی هایی که خدا فرموده بود انجام بدن، برعکس کردند. دوباره خدا عذابشون داد. باز دوباره اینها در
روز شنبه بهشون گفته شده بود که جنایت نکنند، خیانت نکنند، فرمان خدا را اطاعت بکنند. در روز شنبه هم اینها جنایت کردند، با حیله دستور خدا را شکستند. لذا ردیف می فرماید خداوند بسیاری از خباثت ها و مفاسد و نافرمانی های اونها را که شما قبلا هم خواندید. لذا به ترجمه بسنده بفرمایید. و قطعناهم 12 اسباطا امما. قطعناهم یعنی فرقناهم، گروه گروه کردیم، تکه تکه کردیم آنها را به 12 تا اسباطا، 12 تا جماعت. سبت اولاد را میگن، 12 تا یعنی گروه تیره به اصطلاح، امما گروه. و اوحینا الی موسی اذ استسقا، ما وحی کردیم. او انعام اول 12 گروه. نظم باید در هر جامعه باشد، دستبندی، گروه بندی. و اوحینا الی موسی اذ استسقاه، ما وحی کردیم به موسی وقتی که از خدا آب خواست برای قوم. اذ استسقاه، وقتی که آب خواستند قوم او، ما وحی کردیم که ای موسی ان اضرب بعصاک الحجر، اینکه بزن به وسیله عصایت سنگ را بزن. فانبجست منه 12 عینا، منفجر شد از آن، جاری شد 12 تا چشمه آب. قد علم کل اناس مشربهم، هر گروهی میدانست جای شربش را، محل برداشت آبش را. این 2 تا نعمت. نعمت سوم و ظللنا علیهم الغمام، ما سایه افکندیم بر اونها ابرها را. و انزلنا علیهم المن والسلوى، و همچنین ما نازل کردیم بر آنها من و سلوا را. و به اونها دستور دادیم کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید شما از مالهای پاکیزه‌ای که به شما رزق دادیم، ذخیره نکنید. اما اونها چیکار کردن؟ ذخیره کردن. و ما ظلمونا، اونها بر ما ظلم نکردند، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اما آنها بر خود ظلم کردن با ذخیره کردن و با انبار کردن، برای همیشه از این نعمت محروم شدن. هم این بود، هم اون تقاضای عسل و بسل. عرض کنم عدس و بسل که فخرج لنا من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها، اون را هم خواستن، این کار را هم کردن، ولی نمیخواست این قطع بشه، میخواست اونم باشه اینم باشه. این دیگه قطع شد. کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون. این 3 نعمت. نعمت 4 و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه، میبینیم در کنار هر نعمتی کفران نعمت است، به جای شکر نعمت کفران نعمت. خب خدا ناراضی میشه، به همین خاطر برای همیشه ذلت و بدبختی برایشون نوشته شد. و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه، هرگاه به آنها گفته شد اسکنوا هذه القریه، این قریه زندگی کنید. اونجا 2 قول گفتم، یکی قریه اریحا بود، شهر اریحا، یکی بیت المقدس. و کلوا منها حیث شئتم، بخورید از قریه، از محصولات این قریه هر جا که خواستید. و قولوا حطة، اما این کلمه استغفار بر زبان شما باشد. حطه یعنی مسئلتنا حطه، حطه یعنی بخشش. حتی اگر ما به زبان عربی بگیم میشه استغفر الله، یعنی استغفار زیاد بخوانید. معنی اینه حتتون یعنی استغفار بخوانید، از خداوند برای اشتباهاتتون آمرزش بطلبید. و دخلوا الباب سجدا، و داخل شهر بشید، سجده کنان داخل بشید. این یا سجده حقیقی است، اونجا هم گفتیم، یا با تواضع، تکبر نکنید، با تواضع وقتی که فتح میکنید. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه مکرمه را فتح کردند، با شتر داخل مکه شدند، بر شتر خوابیدن، سرش را بلند نگرفت که غروری نباشد، عاجزی. ظاهرا در دل هم تمام پیکر عاجزی بود، اما ظاهرا هم
سرش را پایین گرفت و عاجزی را از خود نشان داد و وقتی که مردم مکه از ترس مثل بید میلرزیدند گفت که نه نترسید، من فرزند همون زنی هستم که نان خودش را خشک میخورد، یعنی روغنی نداشت، غذایی نداشت، لذا از من نترسید. این عاجزی. به اینها هم خداوند عزوجل وقتی که این شهر را بهشون عطا فرمود به اونها فرمود که شما با تواضع داخل بشید و ادخلوا الباب سجدا. یکی سر به سجده گذاشتن یک تواضعی است اگر به معنی واقعی باشه، همونطور که ما وقتی که وارد مکه میشیم، وارد بیت الله میشیم، مثل همون حتتون چی میگیم؟ لبیک اللهم لبیک میگیم. اونجا وقتی که میریم شروع میکنیم به عبادت. اولین کاری که میکنیم 2 رکعت نماز میخوانیم، اول سجده میکنیم، بعدا طواف را شروع میکنیم. لذا وادخلوا الباب سجدا، داخل در بشید سجده کنان. نغفر لكم خطیئاتکم، ما می بخشیم تمام گناهها و خطاهای شما را، و تنها نمی بخشیم بلکه سنزید المحسنین، ان قریب ما می افزاییم در مخلصین به اونها عطاهای دیگری خواهیم کرد. اما عناد قوم را ببین. فبدل الذین ظلموا منهم، تبدیل کردند، عوض کردند، جابجا کردند آنهایی که ظلم کردند از اونها، اونهایی که ظلم کردند، یعنی ظالم ها و مشرک ها جابجا می کنند. بجای حتتون حنتتون می گفتند، حنتتون فی شعرت می گفتند، مسخره می کردند. یعنی گندم تو پوستهش هست، در اون پوستهی که بعدا ازش جدا می کند. مشرکین مکه هم همینطور تبدیل کردند، جابجا کردند کلمات توحیدی را. ابراهیم علیه السلام چی آموزش داده بود؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. مشرکین چیز اضافه می کردند که با اضافه کردن اون چیز توحید تبدیل به چی می شد؟ شرک می شد. می گفتن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکه و ما ملک، مگر یه شریکی هست، اشاره به خدایان و بتهای خودشون میکردن که تو مالک او هستی و هر چی که او دارد هم مالک او هم هستی. وقتی که به همین جا میرسیدن به الا رسول الله میگفت ویلکم قدن، هلاکت برای شما، بمیرید شما، همینجا بس کنید، بیشتر نگید، الا شریک نگویید. بس ببین اینا هم تغییر دادن اون کلمات توحیدی را، اونها هم تغییر دادن بنی اسرائیل. لذا الله می فرماید فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، تبدیل کردن، جابجا کردن آنهایی که ظلم کردن از آنها به سخنی غیر از این چیزی که گفته شده بود به اونها. معلوم میشه که نباید ما از خود تبدیل ایجاد کنیم، از خود تغییر ایجاد کنیم. اون تبدیل و تغییری که ما ایجاد میکنیم میشه بدعت، میشه ضلالت، ولو اینکه ظاهرش خوب باشه. باید طبق سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، طبق روش ایشون باشه. فارسلنا علیهم رجزا من السماء، ما فرستادیم بر اونها رجزا یعنی طاعونی از آسمان، عذابی از آسمان که میگه 70,000 نفرشون مردند. بما كانوا یظلمون، به سبب آنچه که ظلم کردند، به سبب ظلم و تعدیشان. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اینجا اشاره به اون جنایت ایله هست، جنایتی که اونها در شهر ایله، در کنار دریا، در ساحل ایله در زمان سیدنا داود انجام دادند. این هم ما در سوره بقره خواندیم که روز شنبه ماهی گیرشون نمی آمد، روزهای غیر شنبه، شنبه ممنوع بودند، اما اینها حیله درست کردند، اینها جوی درست کردند. البته قرآن نگفته چی حیله بکار بردند،
اینو مفسرین میگویند. حوضچه های درست کردند، خندق های درست کردند، چاله های درست کردند و روزهای شنبه که ماهی زیاد بود ماهی ها را از طریق اون جوها و آبها کم کم راهنمایی میکردن اون طرف برند. اونجا وقتی که میرفتن تو اون حوض گیر میکردن میبستن مرودیش را که دوباره ماهی نتونه بیاد دریا. دیگه میگفتم ما شکار نمی کنیم امروز، ممنوع هستیم. فردا دیگه اون ماهی بیچاره زندان بود، میرفتن میگرفتند. لذا الله میفرماید واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، سوال کن اونها را از قریه‌ای که بود نزدیک دریا یا در ساحل دریا، نزدیک دریا. اذ یعدون فی السبت، زمانی که اونها در روز شنبه تعدی کردند، تجاوز کردند. اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا، زمانی که می آمد ماهی های اونها در روز شنبهشان شرعا، سر آب، روی آب. شرعا یعنی ظاهرتا علی وجه الماء، بر آب می آمد. و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، روزی که شنبه نبود ماهی نمی آمد، هیچ ماهی نبود. کذالک نبلوهم بما كانوا یفسقون، این گونه ما اینها را امتحان کردیم به سبب فسقشان. حالا 3 گروه شدند. یک گروهی که با این حیله بازی شکار میکرد، یک گروه دیگه ناراحت بود، اینها را ارشاد کرد، راهنمایی کرد. یک گروه دیگه هم اونها نکردند این حیله را، اما به این مبلغین میگفتن شما خودتون را زحمت ندید، وقتتون را ضایع نکنید با اینهایی که خدا اینها را هلاک میکند. یعنی اون گروه سوم هم معتقد بود که اینها را خدا نابود میکنه. میگفتن لما تعظون قوما الله مهلكهم، چرا موعظه میکنین قومی را که خدا میخواد اینا را هلاک کنه؟ اینا از موعظه شما انسان نمیشند. پس اینها گروه سوم بود. قول درست اینه که هر دو گروه نجات یافتند، چون خداوند عزوجل از سخن اینها تعریف کرده الله مهلكهم و معذبهم عذابا شدیدا. اما اون مبلغین چی گفتند؟ واقعا استدلال قوی داشتند. قالوا معذرة الى ربكم، به خاطر اینکه در محضر رب عذری داشته باشیم، عذری داشته باشیم. فردا خدا بگه که چرا شما به اینها نگفتید، بگیم خدایا ما گفتیم، این عذر باشه. امروز هم شما هر جایی که احساس میکنید حرف شما را قبول نمی کنند، شما حرفتون را بگید، بذار قبول نکنند. معذرتاً الی ربکم، شما وظیفه خودت را انجام دادی. یه جا میبینی یه فردی هست، فردی کوچیکیه بزرگیه، یه فرد سرمایداری سیاسی، اصلا پادشاهه، اصلا کسی که در رأس کشوره، نخست وزیره، رئیس جمهوره، پادشاهه، داره خلاف میکنه، داره ظلم میکنه، داره مسیر انحرافی رو میبره. وظیفه من و شماست بهش بگیم، چه در تریبون نماز میگیم، بر منبر میگیم، کلاس درس میگیم، یا نامه بهش مینویسیم آقا این راهی که شما انجام میده اشتباه است، بالاخره به نوعی بهش برسانیم تا اینکه پیش خدا معذور نباشیم. لذا الله میفرماید و اذ قالت امه منهم، پس 3 گروه شدند. قال جمهور المفسرین ان بنی اسرائیل افترقت 3 فرق. بنی اسرائیل چند گروه شد؟ 3 تا. فرقه عصت و صادت، یک گروهی نافرمانی کرد و شکار کرد. و فرقه نهت و اعتزلت، باز داشت و گوشه رفت. و فرقه اعتزلت و لم تنها و تعصه، گروهی دیگه که کنار کشید، اونها را باز هم نداشت، گناه هم نکرد. و ان هذه الفرقه قالت للناهیه لما تعظون، این گروه سوم به اون گروه نهی کننده گفت شما چرا وقتتون را با اینها ضایع میکنید؟
لذا الله می فرماید و اذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، زمانی که گفت گروهی از آنها چرا موعظه می کنید قومی را که الله هلاک کننده اونهاست، او معذبهم عذابا شدیدا، یا اینکه خدا اینها را عذاب میده عذاب شدید. اما اونها چه دلیلی گفتن؟ قالوا معذرة الى ربكم، گفتم به منظور معذرت در محضر رب، ولعلهم یتقون، تا اینکه اونها از خدا بترسن، اونها از گناه، از این کفر و شرک یا از این حیله بازی بترسن، توبه بکنن. فلما نسوا ما ذکروا به، زمانی که فراموش کردند آنچه که تذکر داده شدند، از سوی این ناهین عن المنکر تذکر داده شدند ولی اونا توجه نکردند. انجینا الذین ینهون عن السوء، ما نجات دادیم آنهایی را که باز می داشتند از بدی. اول خدا نجات اینها را ذکر میکنه، اینها کار خوبی کردند، اما اونهایی که گرفتار بودند اونها را گناه میکرده، اونها را مؤاخذه کردیم. این دو را خداوند در قرآن ذکر کرده. و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، ما مؤاخذه کردیم آنهایی را که ظلم کردند، آنهایی که گناه کردند، حیله بازی کردند، به عذاب سختی، بما کانوا یفسقون، به سبب فسقش. اما درباره گروه سوم سکوت آمده، بلا تکلیف است، ولی بالاخره اشاره به این هست که باید وظیفه خود را انجام داد، سکوت نکرد، ولی اونها هم ناجی. فلما عتوا عما نهوا عن، زمانی که سرکشی کردن از آنچه که باز داشته شدند، چه عذابی دادیم؟ این عذاب، تفصیل عذاب. قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، به آنها ما گفتیم شما میمون ذلیل بشید. ببینید بعضی اینجا معنای کنایی میکنه، یعنی انسانهای ذلیلی مثل میمون. نه، اینها این به معنای مجازی نیست، به معنای کنایی نیست، به معنای حقیقیه، به معنای حقیقیه. دیگه نگاه نکنید با عقل جور در نمیاد، خیلی از چیزها هستن با عقل جور در نمیاد. بسیاری از معجزات بودن با عقل جور در نمی آمدند. بسیاری از آیات الهی، همین آسمان را ببین چقدر بزرگه. حالا ما ایمان داریم، گذشته از ایمان انسان بیاد با عقل خودش بیاد صغرا و کبرا بکنه، قیاس بکنه، بالا و پایین بکنه، میتونه بفهمید چطور درست شده؟ اصلا میبینه انکار میکنه. پس عقل اصلا ملاک نیست. قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، حقیقتا تبدیل به میمون شدن. کنایه از ذلت و از خواری و از چیزی دیگه نیست. وقتی که معنای حقیقی ممکنه انسانی اونها را میمون نکرده، خالق کائنات اونها را میمون کرده. خالق میتونه، برای او کاری نداره، او فقط با یک کن، با یک اشاره هر کاری را انجام میده. پس اینا حقیقتا میمون شدن، اما بعد از 3 روز تا 3 روز بیشتر نماندند. بعد از 3 روز همه اونها از بین رفتند. این دیگه غلطه بگیم که میمونهای امروز همون نسل هستن. نه، این میمونهای امروز از قبل بودن. خدای تعالی حیوانات را از قبل درست کرده بود. اون هر قومی را که خداوند، ابن عباس میگه، مسخ کرده تا 3 روز بیشتر باقی نماندن. و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامة من یسومهم سوء العذاب. اینجا الله عزوجل به بنی اسرائیل هشدار میده. این تخویف دنیوی هست. رب اعلام کرد، به وسیله انبیا اعلام کرد، انبیای بنی اسرائیل. خداوند فرمود شما که اینقدر تمرد و نافرمانی میکنید، پادشاهان ظالم و ستمگری می آیند و بدترین عذاب را به شما می چشانند. قتل هست، اسر هست، اسارت هست، تخریب بلاد شما، تخریب
مسجد و عبادتگاه شما. خدا همونطور که وعده کرده بود این عذاب هم برایشان آمد. این عذاب در سوره بنی اسرائیل فرموده که 2 بار آمد، البته چند بار آمد اما عمده ترینش 2 بار بود. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا کبیرا. 2 بار فساد میکنید، 2 بار بعد از اون وقتی که به خود میایید جهاد میکنی خدا شما را پیروز میکنه. اما 2 بار فساد که میکنی خدا چه کار میکنه؟ فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار. وقتی که نوبت اون فساد اول میشه ما بندگان خودمون را بر شما مسلط میکنیم. انسان بندگان را مسلط میکنیم، بندگانی که کافر هستن ولی خداوند جهت اونها را به سمت شما میده که وارد شهرهای شما میشن، همه جا فساد و خون ریزی میکنن. این عذابی که خدا برای شما در نظر گرفته. پس معلوم میشه وقتی که انسانها عملکردشون بد باشه، انسانهای خوبی نباشند، بندگان صالح و شاکری برای پروردگار نباشند، خداوند به صورتهای مختلفی گوشمالی میده. یکی از صورتها این هست که قوم ظالم، قوم ستمگر، پادشاهی جابر را خدا مسلط میکنه که او رحم نمیکنه. پس این به سبب عملکرد خود انسان هاست، خود مسلمان ها هست. اینجا هم خدای تعالی به واسطه انبیا همین تهدید را، این انذار را برای بنی اسرائیل میکنه که ای بنی اسرائیل شما اگر تمردتون را ادامه بدید بر شما ما مسلط میکنیم. چنانچه چند بار بر بنی اسرائیل حمله کرده. 1 بار قوم عمالقه حمله کرد و هرچی دار و مدارشون را برد، کشت، اسیر کرد، برده کرد. 1 بار دیگه شاه بابل از عراق او حمله کرد به شام، به فلسطین و بنی اسرائیل را تارومار کرد. میگویند که 70,000 نفر کشته شد، 70,000 تا دیگه اسیر بردن به عراق بردند. بیت المقدس را با خاک یکسان کردند، هیچی نگذاشتن برای یهود. اینکه خداوند گفته بود بعد از موسی و اینجا هم که اینا در طول تاریخ چون انبیا را اذیت کردند، خدا هم اینها را هر بار گوشمالی میداد، هر بار خدا بر اونها دشمن مسلط میکرد، تا اینکه بعداً شاه ایران که میگن کوروش بوده یا کسی دیگه بوده، وقتی که مشرق و مغرب را فتح میکنه، اونجا میره عراق را فتح میکنه، عراق را میگیره، بنی اسرائیل را اونجا نجات میده. دوباره اونا خواهش میکنند ما را اینا به بردگی گرفتن، به ما اجازه بده بر بگردیم به شهرمون، به شام برگردیم، به بیت المقدس برگردیم، چنان شهر مقدسی. حتی میره کوروش و چیکار میکنه؟ دوباره میسازه اونجا را، دوباره اون اماکن عبادی اونها را درست میکنه تا عبادت کنند. تا به امروز یهود از پارسی ها، فارس زبان ها ممنوع هستند. خیلی احسان کرد به اونها. لذا الله تعالی می فرماید و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه، زمانی که اعلام فرمود رب تو که حتما ما تعیین میکنیم بر آنها، مبعوث میکنیم، مشخص میکنیم تا روز قیامت، من یسومهم سوء العذاب، کسانی که بچشانند اونها را عذاب بد، عذاب سخت، مثل قتل و اسارت و جزیه گرفتن و فدیه گرفتن. ان ربک لسریع العقاب، همانا رب تو زود حساب گیرنده هست. و انه لغفور رحیم، همانا او بخشاینده و مهربان هست. اما این یهود را، بنی اسرائیل را گروه گروه کردیم. و قطعناهم فی الارض امما، ما جدا جدا کردیم، تکه تکه کردیم اونها را در زمین. امما، گروه های متفاوت و مختلفی. منهم الصالحون، بعضی از اینها بندگان صالح بودند. و منهم دون ذلك،
بعضی بغیر از آن یعنی صالح نبودن. و بلوناهم بالحسنات والسیئات، آنها را آزمودیم، امتحان کردیم به وسیله نعمتها و به وسیله سیئات، لعلهم یرجعون، تاکه اونها، حکمت این بود تاکه اونها برگردن به سوی خدا. اما بعد از اونها چه کسانی آمدن؟ بعد از این گذشتگانشون که گذشتگانشون آدمای خوبی هم نبودن. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، جانشین اونها شد، جانشین بعد از اونها خلفای، خلیفه های، ملاهایی که وارث کتاب شدند. این ملاهایی که وارث تورات شدند باید به رسول الله ایمان می آوردند. اما یأخذون عرض هذا الادنی، آنها می گرفتند کالای این دنیای پست را، دنی را، کالا این را یعنی چه؟ رشوه می گرفتند. والمراد بهذا العرض ما يأخذونه من الرشا في الحكومات وعلى تحریف الكلام، کلام خدا را، تورات را جابجا می کردن، رشوه می گرفتن از حکومت ها. الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا گرفته نشد بر آنها میثاق کتاب؟ الا یقولوا علی الله الا الحق، اینکه نگویند بر الله بجز حق را. و درسوا ما فی، و یاد گرفتند همین مطلب را، آنچه که در تورات بود. اما اونها اینا میدونستند ولی دینشان را به دنیای دون فروختند، آخرت را به دنیا ترجیح ندادند، دنیا را بر آخرت ترجیح دادند، در حالی که والدار الآخرة خیر للذین یتقون، دار آخرت بهتر بود برای کسانی که از خدا میترسند، از این عقاید باطل میترسند. افلا تعقلون، آیا شما خرد ندارید ای بنی اسرائیل؟ این کارها را میکنید. والذین یمسکون، اما بشارت برای اون دسته که واقعا اونها به قرآن یا به کتاب آسمانی چنگ زدند، به کتابهای خدا چنگ زدند، عمل کردند. والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة، آنهایی که چنگ زدن به کتاب و همچنین نماز را برپا داشتند. انا لا نضیع اجر المصلحین، ما ضایع نمی کنیم اجر چنان مصلحان را. و اذ نتقنا الجبل فوقهم کأنه ظلة، اشاره به جریان دیگری هست. اون جایی که 70 نفر از تور برگشتند و اعلام کردند که تورات کتاب خداست، خداوند تایید کرده سخن موسی را، ما با گوشهای خودمون شنیدیم. اما یحرفون کلام الله، اون چی که خدا اونجا گفته بود کلام الهی را اینجا تحریف کردند، جابجا کردند. یه چیزی از خود گفتند خدا به شما اختیار داد، گفت که این کتاب مال من است، موسی درست میگه، اگه میتونید بهش عمل کنید. لذا بعد از این دوباره اینها گفتند ای موسی ما نمیتونیم، توانش را نداریم، برای ما سخته. سیدنا موسی علیه السلام گفت که اختیار شما ندارید، خداوند دستور داده. ولی بالاخره اینا دروغ گفتن، تحریف کردن، اونها هم از خدایش بود که چنین چیزی گفته بشه و عمل نکنند، تا اینکه خداوند تور را بلند کرد، از ریشه برداشت آورد بالای سرشون. عمل نمی کنید. حالا این رفع کوه تور و از ریشه برداشتن کوه تور به معنای حقیقیه، این هم حقیقیه. بسیاری از متجددین که هی سعی می کنند آیات را با اون چیزی که اربابان غربشون میگویند مطابقت بدن، لذا میگه اینجا معنی کنایی هست، یعنی مثل کوه بر اونها سنگین شد. نه خیر، معنی کنایی نیست، معنی حقیقیه. و اذ نتقنا الجبل، وقتی که ما برداشتیم کوه را، فوقهم، برای سر اونها، کأنه ظلة، اصلا مثل سایه بود، مثل ابر سایه دار، میخواست سرشون بیفته.
و ظنوا انه واقع بهم، اونا یقین کردن که میفته. خدا میفرماد خذوا ما آتیناکم بقوه، ما به آنها گفتیم بگیرید آنچه که ما به شما دادیم با قدرت بگیرید. و اذکروا ما فیه، و یاد کنید آنچه که در آن است، لعلکم تتقون، تاکه با تقوا بشید، خدا ترس بشید. بعد از این خدای تعالی ذکر می فرماید اون میعادی را، اون وعده را که از همه بنی آدم از در عالم ارواح گرفته. همه اینها در کنار هم می طلبد شما در مسیر حق قرار بگیرید. موسی چه تبلیغ کرد، هارون چه تبلیغ کرد، چه احوال سختی برای شما آمد. لذا الله می فرماید و اذ اخذ ربک من بنی آدم، زمانی که ربت از اولاد آدم پیمان گرفت، من ظهورهم ذریتهم، از پشت اونها اولادش، از اولادشان این پیمان را گرفت. و اشهدهم علی انفسهم، آنها را گواه قرار داد بر جانهایشان. به آنها فرمود الست بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ قالوا بلا، آنها گفتند چرا نه، تو رب ما هستی. شهدنا، ما گواهی میدهیم که تو رب ما هستی. این همون وعده الست که چندین جمع خواندیم، این آیاتش. ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، این که نگویید در روز قیامت همانا ما از این وعده بی خبر بودیم. خداوند می فرستد تا این وعده را یادآوری کنند. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا که بگویید همانا شرک کرده پدران ما قبل از این. من یک نکته‌ای که بعضی از اهل تفسیر مفسرین نوشتن خدمت شما ذکر بکنم، اون اینه که خب بعضی ها میگویند این چه وعده ای هست که به یاد هیچ کسی از ما نیست، به یاد ما نیست این وعده که ما با خدا وعده کردیم، لذا اگر کسی عمل نکند معذوره. جوابش اینه که اولا اون وعده را خداوند عزوجل از همه گرفته، ولی اثرات او در همه انسان ها هست. اثر اون وعده همون فطرتی هست که در وجود هر انسانی هست، فطرت سلیمه و فطرتی که بر اساس توحید هست. کل مولود یولد علی الفطره، بر اساس اون فطرت مولود متولد. حتی کسانی که در مسیر شرک قرار میگیرند، گاهی اون فطرت اونها، گاهی اون وجدان اونها بیدار میشن، مقداری از شرک فاصله میگیرند. اینکه در بلاهای بزرگ میگفتن خدایا اگر ما را نجات دادی لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، این در واقع تحریک همون فطرت است. پس خودش بیاد ما نیست، اثراتش بیاد ما هست. و دیگه اینکه اگر اون بیاد ما باشد، ما او را در حافظه داشته باشیم، از حالت ایمان بالغیب خارج میشیم. ایمان بالغیب معنیش اینه که هر چیزی که از ما مخفی هست به ما گفته میشه از سوی پروردگار، باید یقین کنیم، باور کنیم، چنان یقین کنید گویا بیادتون هست. چون خداوند در کتاب خودش میگه ای انسان در عالم ارواح من از شما پیمان گرفته. این که مشهور است، میگوین سیدنا علی گفت که من یادم هست اون پیمان، معنیش این نیست که حقیقتا یادشون، معنیش اینه که یعنی چنان یقین دارم، چنان باور دارم و چنان ایمان دارم که گویا حسن چیه یادم هست. باید ایمان چطور اینطور باشه، چون خدا وقتی میگه ایمان بالغیب یعنی همین. ایمان بالغیب یعنی چیزی که خدا میگه ولو اینکه از تو غایب هست، چنان باورش داشته باش که گویا میبینی. عین الیقین هست، یعنی وقتی که دیدی با این حالتی که الان داری هیچ تفاوتی داشته نباشد. لذا اینجا هست که اون وعده در اذهان هست، در وجدان ها هست، در فطرت انسان ها
هست. الله می فرماید که و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم، آنها را شاهد کرد الله بر خودشان و به اونها گفت آیا من رب شما نیستم؟ قالوا بله، گفتم بله، شهدنا، گواهی می دهیم. الله هم می فرماید حکمت این میثاق اینه ان تقولوا یوم القیامه، اینکه نگویید در روز قیامت انا كنا عن هذا غافلین، همانا ما از این وعده فراموش بودیم، غافل بودیم. خدا میفرماید من برای یادآوری این وعده انبیا میفرستم. انبیا هم یک که میآیند برای تجدید و تقویت همین وعده هست. او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا که بگویید شریک گرفتم پدران ما قبل از این و ما هم اولاد اونها بودیم، و کنا ذریة من بعدهم، ما هم اولاد اونها بودیم بعد از اونها. افتهلکنا بما فعل المبطلون، آیا خدایا ما را به سبب اون چی که افراد باطل انجام دادن هلاک میکنی؟ مبادا چنین بگویید، ایمان بیاورید. وكذلك نفصل الآیات، این گونه ما آیات را روشن بیان میکنیم. چرا؟ ولعلهم یرجعون، تا که این مشرکان از شرک برگردند به سوی توحید. به این خاطر آیات را این گونه بیان میکنیم. واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا. حالا در اینجا داستانی میاد، داستان یکی از انسانهایی که اول خوب بود بعدا در مسیر باطل قرار گرفت و در مقابل موسی علم شد. میگویند این فرد اسمش بلعم بود، بلعم ابن باعورا یا بلعام. اما مناسبتش را خدمت شما عرض کنم، چه ربطی داره، چه مناسبت داره این داستان با ما قبل و ما بعد؟ یک ربط و مناسبتی که به ذهن میاد اینه که الان شما خواندید پیمانی را، میثاقی را که همه ما انسانها با خدا داشتیم و خداوند میفرماید برای اینکه این پیمان را نقض نکنید انبیا میفرستم. حالا پروردگار نمونه از نقض عهد در قالب داستان برای ما تعریف میکنه. کسانی که پیمانها را با خدا بستن، این بیچاره به موسی ایمان داشت، خدا را عبادت میکرد، عابد بود، زاهد بود، درویش بود، مستجاب الدعوات بود. اما وقتی که پیمان را شکست، ببینید نتیجهش از سگ هم بدتر شد. پس هر کسی که پیمان را بشکند، میثاق را بشکند، نتیجهش همینه. حالا این شخص تو تفسیرها اسمش بلعم ابن باعورا آمده، اما کی بود؟ الله بهتر میدونه. در داستانها که اکثر این داستانها برگرفته از کتابهای بنی اسرائیل هست که ما نمیتونیم تکذیب کنیم، نمیتونیم تایید کنیم، لا نصدق ولا نکذب. اما به بعضی از اون روایت هایی که درباره این فرد آمده اشاره میکنم. بعضی میگویند این بلعم ابن باعورا از نزدیکان موسی بود، نماینده موسی بود. موسی او را به عنوان نماینده فرستاد به سمت مدین، پیش شاه مدین رفت. اونجا شاه مدین این را اکرام کرد، هدایا داد، چیزهایی بهش داد که این مرتد شد، یعنی روی خودش کار کردند. و اونجا چون که از دشمنان موسی رشوه گرفت، هدیه گرفت، پول گرفت، خیلی ها هستند، حتی از همین علما نماها، ملا نماها که می رو از حاکمان پول می گیرند، رشوه می گیرند و بعدا طبق میل اونها کار می کنند. اینا بدترین هستند.
اینا نتیجه ایشون را ببینید. همه چیز را خدا نشون نمیده که ما ایمان بالغیب داریم به اون وقت مشاهد نشه، همه چیز جلوی چشم ما نشه. لذا او رفت رشوه گرفت، هدایا گرفت و بعداً با اونها همکاری کرد. حتی میگویند به اینها گفت میخواهید که موسی و افرادش را گمراه بکنید، العیاذ بالله شما دختران خودتون را بفرستید تا فساد بکنند، گرفتار بشن اونها. این هست بالاخره اون چیزی که بلعم ابن باعوره. یه چیزی دیگه که معروف است، میگویند بعضی از بنی اسرائیل بعد از کسانی که دشمن موسی بودن، این آدم درویشی بود، آمدن پیش او و گفتم برای موسی دعای بد کنم، چون دیدن که از طریق دیگه نمیشه. اونطور که قبلا شما خواندید با رسول الله صلی الله علیه وسلم نتونستن مبارزه بکنند، گفتند کسانی که چشمشون گیرایی داشت، کسانی که نظرشون و چشمشون کار میکرد و گاهی چشم میزدند، گفتم بیایید شما محمد را ضربه بزنید که خواندیم و این یکاد الذین، یک تفسیرش همین بود. لذا به این گفتن که دعا کن. این به محض این که دست به دعا برداشت، چون خیلی هدیه بهش دادن، خیلی پول دادن بهش، به محض این که دست بلند کرد بر علیه پیامبر خدا، نبی خدا، کسی که برای دین خدا این همه زحمت کشیده، الله عزوجل چنان عذابی برایش آورد که مثل سگ، حالا ما بلا نسبت و بلا تشبیه نمیگیم چون در قرآن آمده، مثل سگ زبانش بیرون افتاد، زبانش تا سینش افتاد و به اصطلاح حس حس می کرد. لذا الله تعالی این انسان بدبخت را که در مقابل حق و اهل حق میخواست بلند بشه، چنین ذلیل کرد. لذا این نمونه از نقض عهد. هر کسی که عهد و پیمانی که با خدایش داره بشکنه و بره در مسیر باطل به خاطر دلار، به خاطر درهم و دینار، به خاطر پول و متاع، مسیر حق را ترک بکند، مسیر ایمان را ترک بکند، هر علامت الدهری باشد، مغضوب خدا میشه، مبغوض میشه. الله می فرماید واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، بخوان بر آنها خبر اونهایی را که ما دادیم، خبر اون شخصی را که ما دادیم به او آیات خودمون را. معلوم میشه خدا بهش علم داده بود. بسیاری از مفسرین میگه آیاتنا یعنی علم شریعت بهش داده بود. اما فانسلخ منها، در رفت از آن آیات، خارج شد. فاتبعه الشیطان، شیطان او را دنبال کرد، شیطان او راهنمای او شد. فکان من الغاوین، این انسان از انسانهای گمراه شد. و خداوند اشکال کارش را ذکر می کند. ببینید خواص، طلاب، اهل علم، این مسئله خطرناک است. دنیا و ترجیح دنیا و ترجیح دادن مادیت بر ایمان و بر مسیر حق. او چیکار کرد؟ الله تعالی می فرماید که ما اگر می خواستیم هنوز بلند می کردیم جایگاه او را، جایگاه علمی را، جایگاه مذهبی او را، مرجعیت او را. اما او چیکار کرد؟ خودش را فروخت. او زمین را انتخاب کرد. ولکنه اخلد الى الارض، یعنی نخواست به بالا بره، نخواست که رفع درجات بشه، نخواست که پیش خدای عزوجل قربی حاصل بکنه. چی را ترجیح داد؟ مادیت را ترجیح داد، رشوه را ترجیح داد، پول گرفتن را ترجیح داد، متاع دون دنیا را ترجیح داد. لذا خداوند می فرماید به این بلا گرفتارش کردیم. ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما می خواستیم او را بلند می کردیم به وسیله همین علم.
ولكن بوسیله همین آیات آتیناه آیاتنا نه ولكنه اخلد الى الارض، این سبب ذلتش شد. ترجیح دنیا، حب دنیا. خیلی ها هستند که امروز در کشمکش های بین حق و باطل جانب باطل را گرفتند. چرا جانب باطل را گرفتند؟ به خاطر پول، به خاطر دنیا، به خاطر مادیت. اینها در واقع مقلدان این بلعم ابن باعورا هستند. الله می فرماید ولکنه اخلد الى الارض، اما او بیچاره زمین به زمین همیشه ماند، یعنی ترجیح داد مادیت را. واتبع هواه، پیروی کرد از خواهشاتش، از هوای نفسش. لذا الله ذلت دنیای او را تعریف می فرماید که در دنیا چگونه خوار و ذلیل شد. فمثله كمثل الكلب، مثال او مثل سگ هست. ان تحمل عليه يلحث او تتركه يلحث، اگر او را تحریک کنی، بر او هجوم بیاری، حمله بکنی که او در سختی و مشقت بیفته، یلحث باز هم زبانش بیرونه و بلند بلند نفس میکنه، یا به حال خود بگذاری هم یلحث، زبانش بیرون افتاده. لذا این انسان همچون سگ هست، بسان سگ هست. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآیاتنا، این مثال قومی است که تکذیب میکنه آیات ما را. این مثال اهل مکه است، نتیجه اونها همینه. همونطور که بلعم در مقابل مرد حق سیدنا موسی بلند شد، اونهایی که در مقابل محمد رسول الله هم مخالفت میکنند، مثال اونها، حال اونها همین خواهد بود. فقصص القصص، ای محمد صلی الله علیه و سلم بیان کن، تعریف کن این احوال را. لعلهم یتفکرون، تا که بیاندیشن، فکر کنند چه کار دارن میکنند. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآیاتنا، بسیار بد است مثال اون قومی که تکذیب کردند آیات ما را. و انفسهم كانوا یظلمون، اینهایی که بر خودشان، بر جانهایشان ظلم کردند. اما اینا به سبب عناد و ضدشون هدایت مقدر نبوده. من یهد الله فهو المهتدی، هر کسی که الله او را هدایت کند، اون الله مهتدی است، او هدایت کننده است. و من یضلل، هر کسی که الله او را گمراه کند، فاولئک هم الخاسرون، این افراد، این گروه ها در خسارت ابدی و سرمدی هستند. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، الله می فرماید تمام این گمراهان برای جهنم هستند. همانا ما پیدا کردیم، خلق کردیم و منتشر کردیم برای جهنم بسیاری از جن و انس را، بسیاری از جن و انس را ما پیدا کردیم. اینها چرا هدایت نمیشن؟ چون که اون قوت هدایت، اون استعداد هدایت از اینها سلب شده. همون سوال را تکرار میکنم که وقتی که استعداد هدایت از اونها سلب شده، اونها اگر راه گمراهی را پیش بگیرن گناه ندارند، خداوند اون قدرت را ازشون گرفته. درسته اون استعداد سلب شده به سبب عملکرد خودشون. مهر جباریت چرا میخورند؟ استعداد سلب شده همون مهر جباریته. مهر جباریت که درجه 4 ضلالت برای شما عرض کردم، چرا میخورند؟ به خاطر جدال بالباطل، به خاطر اون تعصب خشک و بیجا و با اهل حق جنگیدن.
پس اون چی که خدا برای اونها آورده بازم عمل کرده، خودشون نتیجه عناد خودشون، نتیجه تعصب خودشون هست. خیلی ها هستند بار بار اینو تکرار میکنن، امروز حق را میدونند، چون دانش دارند، علم دارند، قرآن میخونند، واقعیت را میدونند قرآن به چه سمتی راهنمایی میکنه، ولی خودشون در اون طرف دیگه هستند، در مسیر خلاف قرآن هستند. هدایت نصیبشون نمیشه، حق را میبینه میفهمه، نصیبش نمیشه، چون تعصب کرگورش کرده، تعصب و تکبر نمیگذاره. لذا الله میفرماید ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، همانا ما خلق کردیم برای جهنم بسیاری از جن و انسان را، لهم قلوب لا يفقهون بها، برای آنها دلهایی هست اما نمیفهمند به وسیله اون دل، ولهم یعنی قلب دارند، ولهم اعین لا یبصرون بها، برای آنها چشمهایی هست اما به وسیله اون چشمها حق و حقیقت را نمید بینند، ولهم آذان لا یسمعون بها، برای آنها گوشهایی هست که به وسیله اون گوشها حق را نمیشنوند. چرا؟ اینها مثل بلعم ابن باعورا از انسانیت خارج شدند، وارد فاز حیوانیت شدند. اولئک کالانعام، این افراد مثل چارپایانند، بل هم اضل، بلکه از چارپایان هم گمراهتر. اولئک هم الغافلون، اینها غافلند، اینها بیخبرند، اینها بدور از خداوند و از پروردگارشان هستند. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. حالا بعد از این درس عبرت خداوند تعالی به سوی توحید و به سوی دعا و نیایش از پروردگار دعوت میده. یکی از آداب دعا این هست که خداوند را با اسماء حسنایش فریاد بزنیم، یا به تعبیر دیگر توسل با اسماء حسنا. از صورتهای جایز توسل چیه؟ توسل با اسماء حسنا، همون توسلی که رسول الله فرمود هرگاه دعا میکنید چی بگویید؟ بگویید یا ذا الجلال والاکرام. بهترین توسل اینه، یا ذا الجلال والاکرام. لذا باز اسمای خدا را صدا بزن، با نامهای خدا را صدا بزن که اون نامش مناسبتی داشته باشد با اون چه که خواسته تو هست. مثلا از خدا رحمش را میخوای، ترحمش را میخوای که بر من و شما رحم بکند، لذا اون صفات رحم را بگو، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، بر ما رحم بفرما. وقتی که از خدا رزق میخوای، یا رزاق، ای رزق دهنده، ای روزی دهنده، به ما رزق بده. وقتی که از خداوند عزوجل مثلا لطف و کرمش را میخوایی، یا لطیف، یا کریم، یا لطیف و الطف بنا، بر ما لطف کن، بر ما جود کن. لذا هر چی که میخواهی الله در همون زمین صفات و نامهای زیبایی دارد. نامهای خدا زیاد است، ولله الاسماء الحسنى. حالا این اسماء الحسنى چند تا هستند؟ در یک حدیثی آمده که ان لله 99 اسما، خداوند عزوجل 99 تا نام دارد. چند تا؟ ان لله 99. این روایت را قرطبی آورده. ان لله 99 اسما 100 الا واحده، یعنی یکی کم از 100. من احصاها دخل الجنه، هر کسی اینها را حفظ کند وارد بهشت میشه. اینها که در اول و آخر قرآن چاپ شدن، هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملك الى آخره. لذا
بعضی میگویند که 99 تا نام هستند. بسیاری معتقدند که اسماء الهی توقیفی اند. توقیفی یعنی چه؟ یعنی صفات پروردگار فقط اون صفاتی هستند که در قرآن و سنت آمده، چه در قرآن ثابته چه در سنت ثابته. دیگه صفتی که مثلا خدا متصف هست ولی ما به اون صفت او را یاد کنیم، اسم را از خود تعبیر را، عنوان را از خود ایجاد کنیم، از خود درست کنیم، اینا درست نیست، توقیفی هستند. اما بعضی میگن محدود نیستند، خیلی از صفات پروردگار حتی در قرآن هستند که جز این 99 تا نام نیستند. مثلا هر جا خدای عزوجل حاضر و ناظر، صفتی که ما همیشه میگیم و این تعبیر اساتید ماست، حاضر و ناظر هست. گرچه خداوند در قرآن میفرماید و ما کننا غایبین، ما غایب نیستیم از قضایایی که انجام میگیرد. ما غایب نیستیم یعنی چه؟ گرچه بعض معادلش هست انه بكل شیء شهید، ولی خیلی صفات هستند که مال خداوند هستند، در این اسما نیستند. لذا بعضی میگند که صفات الهی که در قرآن و سنت هستند بیش از 5000 تا هستند، محدود نیستند، خیلی هستند. ولی خب احتیاط بهتره ما اون صفاتی را به زبان بیاریم و اونها را عبادت بدانیم، ورد اونها را، ذکر اونها را، فریاد زدن اونها را، که اونها ثابت باشند از قرآن از سنت. مثل همین صفاتی که عرض کردم، ذوالجلال والاکرام، حی و قیوم، رحیم و کریم، رؤوف و رحیم، اینها صفات هستند که هستند، اینها هم زیاد هستند. لذا الله می فرماید فادعوه بها، به وسیله این خدا را از خدا بخواید دعا کنید. و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، بگذارید آنهایی را که در اسماء خدا الحاد میکنن. الحاد یعنی چه؟ کجروی. الحاد کج رفتن. لحد قبر را دیدید که قبر را مستقیم میزنیم، وقتی به لحد میرسه کج میریم، چپ میریم. لذا کسانی که در صفات الهی الحاد میکنن، خب الحاد چگونه هست؟ چطور انسان در صفت پروردگار کج میره؟ چند صورت داره. یک صورتش اینه که صفات خدا را به غیر خدا میده، صفات خدا را به غیر خدا میده. مثلا صفت خدا چیه؟ رازق است، میگه این پیر صاحب رازق است، از بر قبرش برو، این آستانه برو، رزق بخوا بهت میده. فلان بزرگوار غوث است، فریاد رس است، فریادت را میشنوه. فلان بزرگوار گنج بخش است، گنج بخوا ازش، سرمایه بخوا بهت میده. اینا تمام الحاد در اسما، نوعی شرک است. صفات خدا را به غیر خدا دادن. به همین خاطر درست نیست کسی که اسمش عبدالرحمن است ما را بگیم رحمان. رحمان صفت پروردگار هست. لذا این یک صورتی هست. دوم الحاد اینه که صفات ناروا را به خدا نسبت بدیم، صفات غلط را به خدا نسبت بدیم. مثلا بگیم پدر عیسی است، پدر عزیر است، پدر ملائکه هست، اینا فرزندان هستند او هستند، دختر او هستند، پسر او هستند. این عرض کنم که هم نوعی الحاد است، نوعی کفر است، چیزی که لایق پروردگار نیست، نباید به خدا نسبت داده بشه. سوم با صفتی یاد بشه که تحقیق نشده، یعنی ثابت نشده، همین که عرض کردم اثبات نشده این عنوان برای خدا، اینم نوعی الحاد است. لذا الله می فرماید فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، بگذارید آنهایی را که در اسماء و صفات الله کجروی می کنند. سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب جزا و پاداش داده میشن بر اساس اونچه که عمل میکنند.
و ممن خلقنا امه یهدون بالحق. اما در این میان همه مشرک نیستند، در میان انسان ها گروهی هستند که یهدون بالحق، به حق راهنمایی میکنند، و به یعدلون، و به حق هم بین قضایا عدل میکنن، فیصله میکنن، یعنی اونها در مسیر خدا هستند. چنین افرادی که عادلند، یعنی موحدند، شرک نمیکنند، ظلم نمیکنند، هم زیاد هستند. اما کفار و تکذیب کنندگان، اونها چند روزی اسب خودشون را میدوانند، اما بالاخره چی میشوند؟ گرفتار میشوند. اینجا خدای تعالی در واقع شبهی را جواب میده. اون شبهه این است وقتی که این مکذبین، این کفار، این ملحدین، کسانی که در اسما و صفات الهی الحاد میکنند، کجروی میکنند، صفت خدا را برای غیر خدا ثابت میکنند و به هر یکی یک عنوان دادن، به هر بزرگواری، به هر ولی، به هر امامی، به هر آستانی، به هر قبری، اگر روزی میخوای فلان جا برو، اگر اولاد میخوای فلان جا برو، اگر میخوای سرطانت خوب بشی فلان جا برو. حتی در این زمان بسیاری، در همین زمان اخیر میشنیدیم بسیاری درباره بعضی زیارت ها میگفتن که برای مریضی های پوستی فلان زیارت خوبه، اونجا برو بغلط، تو اون خاکش خوب میشه. مدتی مردم میرفتن، زابل یک منطقه بود، مردم میرفتن، مشهور کرده بودن که اینجا برای این نوع مریضی ها خوبه، میرفتن از این سر به اون سر همه میغلطیدن تو خاک. اینها بالاخره همین صفات الحادی هستند که برای بندگان خدا و برای مخلوق میدن. لذا خب حالا سوال این هست، اینهایی که در مسیر تکذیب هستند، در مسیر الحاد هستند، میبینیم وضعشون خوبه، از نظر دنیوی مشکل ندارند، از نظر مادی در رفاه هستند، از نظر قدرت اونها چه بسا از ما بیشتر است. امروز قدرت اول دست کفار هست یا نیست؟ در دست اهل شرک. مگر امروز وتو مال همین هایی نیست که میگویند عیسی فرزند خداست؟ در دست همین هایی نیست که در مقابل صلیب سجده میکنند، کرنش میکنند؟ چرا اینها وضعشون بهتر از ما است؟ الله عزوجل میفهمه این استدراج است. این چیه؟ استدراج. قبلا استدراج را برای شما توضیح داده بودم، اینجا در آیه هم صریح می آید که اینا تدریجاً، آهسته آهسته، کم کم کارها طبق مرادشون پیش میره، طبق میلشون پیش میره، میرن به اوج گمراهی و سرکشی میرسند. یهو خدای تعالی اونها را گرفتار میکنه، عذاب میده. عذابشون یا در همین دنیا یا عذاب با مرگ. اصلا این دنیا آخه دارالجزا که نیست، دارالعذاب که نیست. قرار باشه در همین دنیا اگر عذاب داده بشه، هر مشرکی شرک میکنه بزنه خدا تو سرش، هر ظالمی ظلم میکنه بشکنه کمرش را. خب اون وقت همه مردم میترسند، همه ظلم ها برچیده میشه، همه شرک ها جمع میشه، همه از ترس اجبارا به سمت چی میان؟ به سمت ایمان میان یا نمیان؟ به سمت توحید میان یا نمیان؟ به سمت عدل و عدالت میان؟ پس این یک ایمان اجباری میشه، یک پذیرش چی میشه؟ اجباری میشه. لذا خداوند عزوجل در دنیا این کار را نمیکنه. در دنیا استدراج، حتی کافر کارها طبق مرادش پیش میره، کم کم میره به همون عذاب الهی. لذا الله می فرماید والذین کذبوا بآیاتنا، آنهایی که تکذیب کردند آیات ما را، سنستدرجهم، تدریجا ما اونها را میبریم، من حیث لا یعلمون، از اون جهتی که اونها نمیدانن این استدراجه، این رفتن به سوی عذاب و هلاکته. و املی لهم، فرصت میدم به اونها، مهلت میدم اونها را، تا فعلا مؤاخذه ای نیست، ما وقتی که مؤاخذه باشه، ان کیدی متین، همانا گرفت من، مؤاخذه من بسیار سخت خواهد بود، بسیار سخت و بد جوری خدا مؤاخذه میکنه. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه، حال در اینجا خداوند عزوجل مطالبی در رابطه با
خود رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان می‌فرماد. هم در اینجا مطالب رسالت و مطالبی درباره توحید بیان میشه. بعد از اینکه خداوند از بنی اسرائیل بیان فرمود، اشکال بنی اسرائیل چی بود؟ دو چیز، یکی اشکال در باب توحید، یکی اشکال در باب رسالت. یکی با توحید خدا مشکل داشتند، گوساله را یک روزی می پرستیدند، یک روز به موسی گفتند برای ما خدایی تعیین کن، یک روز دیگه می گفتند نمیتونیم عبادت کنیم، نمیتونیم به تورات، همه اینها را خواندید. و همچنین درباره موسی، با خود موسی را چقدر اذیت می کردند. ملاهایشون، آخوندهایشون آمدند و بر علیه موسی قیام کردند، به چه وضع گرفتار شدند. حالا بالاخره اینجا درباره دین توحیدی اسلام و دلائل توحیدی و همچنین درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم، حقانیت ایشون، صداقت ایشون. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جن، آیا اینها فکر نمی کنند این مارک هایی که به پیغمبر میزنه یکی از اون مارک ها جنون هست؟ فکر نمی کنن واقعیتا سر به گریبان فرو نمیبرن که واقعا هیچ نوع اثری از دیوانگی و از جنون در وجود مسعود ایشون پیدا نمیشه؟ ما به صاحبه، دلیلش هم چیه؟ به صاحبهم قبلا گفتم صاحب این هاست، یعنی اگر اینها ندونن کی میدونن؟ 40 سال باش مصاحبت کردن، 40 سال باش همسایه بودن، 40 سال باش رفیق بودن، رفاقت داشتند، باش نشست و برخاست داشتند. آیا در این 40 سال کوچکترین حرکتی که دال بر جنون باشه دیدند؟ دلیلش خودش همین صاحب بودن است، همراهی کردن هست. ان هو الا نذیر مبین، نیست این پیامبر ما مگر ترساننده آشکاری هست. این دلیل حقانیت رسالت. حالا حقانیت توحید، خدا را فقط باید عبادت کرد. آخه ای ظالم ها، ای مشرک ها، شما که غیر خدا را عبادت میکنید، ببینید در این کائنات، در این ملکوت آسمان ها و زمین، آیا غیر از خدا کسی حکم میراند؟ غیر از خدا کسی را به عنوان مدیر و مدبر و متصرف میبینید؟ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا نگاه نمی کنند در ملکوت و عجائب آسمان ها و زمین؟ و ما خلق الله من شیء، و در آن چیزی که الله آفریده از هر چیز آیا نگاه نمی کنند؟ و آیا به این فکر نمی شوند که و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اینکه نزدیک هست، اینکه امکان دارد که اجل اونها، موت اونها، زمان رحیل اونها نزدیک باشه. لذا قرآن چگونه زیبا بیان میکنه. الله می فرماید فبأي حدیث بعده یؤمنون، بعد از این قرآن، بغیر از این قرآن به چه سخنی اونها ایمان میآورند؟ واقعا اینها گمراه هستند و گمراهی در ازلشون هست. من یضلل الله فلا هادی له، هر کسی که الله او را گمراه کند، فلا هادی له، هیچ هادی هدایت کننده برای او نیست. لذا ای پیغمبر من، ای محبوب من، بیشتر از این جوش نزن، حزین نباش. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، اینها را بگذار، اینها در سرکشی خودشان یعمهون، سرگردان بمانند. عمه کوری دل، سرگردانی. و حالا بعد از این ادامه مسئله توحید است. الله عزوجل در ادامه دو نکته بیان می فرماید. قبلا خدمت شما عرض کردم که دلیل معبودیت پروردگار چیه؟ چه کسی میتونه معبود من تو باشه؟ اون کسی که صفات زیادی برای الوهیت و معبودیت داره، اما دو تا برجسته هستند، دو تا عمده هستند. یکی علم غیب که وقتی من و تو او را عبادت میکنیم، من و تو فریادش میزنیم، از من و شما خبر داشته باشه. حتی از اون
رازهای دل و سینه ما اطلاع داشته باشه. در هر گوشه از این جهان، از این گیتی باشیم، تو جنگلی باشیم، تو جزیره باشیم، تو خونه تاریکی باشیم، در قعر چاه افتادیم، از اونجا میگیم یا رب از حال ما خبر داشته باشه. لذا خداوند میفرماید این علم را من دارم، غیر از من هیچ کسی علم ندارد. چرا صدا میزنی کسانی را که از شما بیخبرند، از شما غافلند و هم عن دعایهم غافلون؟ لذا در تمام قرآن برای اثبات الوهیت این را خداوند عزوجل علم را اثبات میکنه، برای خودش از غیر خودش نفی میکنه. یک. دوم قدرت، تصرف، یعنی هر قدرتی داشته باشه، هر کاری که بخواد بتونه بکنه. از ته چاه شما را سالم در بیاره، از اون جنگل و جزیره یا از اون گرداب کشتی و موج دریا شما را بتونه نجات بده، این قدرت را داشته باشه. از این ورشکستگی و زیر بار رفتن میلیاردی راحت یک شبه بتونه برای شما معجزه بکنه. باید چنین ذاتی را صدا زد که او بتواند احتیاجها را دفع کنه، نفع برسانه، ضرر را دور کنه، نه اینکه خودش گاهی نفع و ضرر میبینه، نه اینکه خودش محتاجه. حالا این دو چیز را خدای تعالی، یکی علم غیب را، یکی نفع و ضرر را، قدرت را نفع میکنه. از کی؟ از بزرگترین هستی بعد از خدای عزوجل، از سید اولاد آدم، از محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. در این آیات دو چیز هست خیلی مهم هست. وقتی که محمد صلی الله علیه وسلم علم غیب ندارد و وقتی که محمد نمیتونه نافع و ضار باشه، حتی میگه برای خودم نمیتونم تا زمانی که خدا نخواد، پس دیگه کی میتونه؟ دیگه کی این قدرت را داره، کی این توانایی را داره؟ لذا الله می فرماید یسألونک عن الساعة ایان مرساها، از شما سوال میکنند درباره قیامت. ایان مرساها، وقت قیامش کی هست؟ مرساها یعنی وقت قیامها، وقت برپایش کی هست، کی قیامت قائم میشه. ببین اظهار لا علمی کن. قل انما علمها عند ربی، بگو جزی نیست. ببین از خود نفی میکنه با چند تعبیر، تعبیرها را خوب دقت کنید. انما علمها عند ربی، جزی نیست که علمش نزد رب من هست، نزد من و امثال من پیامبران دیگر نیست. لا یجلیها لوقتها الا هو، این تعبیر دوم، یعنی الله عزوجل روشن نکرده. تجلی روشن کردن، واضح کردن، آشکار کردن. لوقتها یعنی فی وقتها، وقت او را برای هیچ کسی، برای هیچ کسی روشن نیست الا هو، مگر فقط برای او روشنه، او فقط میدانه. لذا از من چرا میپرسید؟ من چنین علمی ندارم. سوم، یسألونک کأنک حفی عنها، ثقلت، سوم اینه، ثقلت فی السماوات والارض، نه اینکه من نمیدانم. در تمام آسمان ها و زمین، منظور اون فرشتگان، حتی اونایی که مقرب خدا هستند، شب و روز در محضر پروردگار اوامر او را بجا می آورند، فرامین او را اجرا می کنند، بر اونها هم مخفی هست. ثقلت، ثقلت یعنی مخفی هست، سنگینی به معنی مخفی شدن. ای خافت، مخفی هست در آسمان ها و زمین، برای تمام اهل آسمان و زمین، برای همه مخفیه، هیچ کسی نمیداند. بله، لا تأتیکم الا بغته، اون که بیاید ناگهان میاد، نمیاید برای شما مگر ناگهان. یسألونک کأنک حفی عنها، ای حبیب، ای رسول من، از شما سوال میکنن گویی که شما عالم هستین نسبت به او. حفی می عالم بزرگ،
داننده بزرگ. گویا شما درباره اون عالم هستید. اون حدیث جبرئیل یادتون هست، خواندیم در فکر کنم 40 نووی که اولین کتابچه در حدیث خوانده میشه هم هست که جبرئیل وقتی که خدمت رسول الله آمد برای اینکه صحابه را امت را تعلیم بده، یکی از سوالات این بود که متى الساعه. رسول الله چه فرمود؟ مل مسئول عنها باعلم من السائل. سائل توی، مسئول عنها من هستم، من از تو بیشتر نمیدونم. یعنی همونطور که تو نمیدونی من هم نمیدونم. بعضی از علائم را خداوند فرموده، چنانچه بعدا علائم را توضیح داد. پس لا تأتیکم الا بغتا، نمیاید مگر ناگهان. یسألونک کأنک حفی عنها، از تو جوری سوال میکن گویا شما عالم هستی نسبت به اون قیامت. قل انما علمها عند الله. پنجمین، قل انما علمها عند الله، بگو جزی نیست که علمش نزد الله است، ولكن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدانن. بیچاره ها فکر میکنن بندگان خدا علم غیب دارن، بندگان خدا متوجه، نه فرشته میداند نه پیغمبر میداند. خب این نفی علم شد. حال نفی قدرت. این دو چیز عرض کردم از لوازم الوهیت هستند. حتی من مالک نفع و ضرر برای خودم نیستم. قل لا املك لنفسی نفعا ولا ضرا، بگو من مالک نیستم حتی برای خودم مالک نفع و ضرر نیستم، الا ما شاء الله، مگر اون چیزی که خدا بخواهد. خدا میتونه به من نفع برسانه، خدا میتونه به من ضرر برسانه. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء. الله میفرماید به اینها بگو که اگر من غیب میدانستم، لاستكثرت من الخیر، من خیر کثیری برای خودم جمع میکردم. واقعا این دلیل یکی از عمده ترین دلیل هاست. رسول الله غیب نمیدونه. بسیاری از اتفاقاتی که در زندگی آن حضرت صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد، شما ببینید معلوم میشه پیغمبر غیب نمیدونه. به پیغمبر میگویند که 70 نفر تعدادی جمعی را بفرست، 70 نه جمعی را بفرست، یک گروهی از منافقین هستند، جمعی از دوستانت را بفرست که به ما قرآن آموزش بدن، به ما دین یاد بدن. رسول مکرم صلی الله علیه و سلم 70 نفر از قرا را فرستاد، قاریان را فرستاد، بی خبر از این که اینها توطئه‌ای دارن، میخوان این صحابه مظلوم را شهید بکنند. در جنگ موته، در غزوه موته اینها را بردند، همه را شهید کردند. پیغمبر اگر غیب میدانست بهترین شاگردان را از دست نمیداد. پیغمبر اگر غیب میدانست، در سوره تحریم میخواندیم 2 نفر از همسرانش عسل، درباره عسل گفتن چنان بوی میاد، آن حضرت بر خود تحریم کرد، خداوند عتاب فرمود، خداوند تذکر داد چرا بر خود حرام کردی. پیغمبر غیب نمیدانست. پیغمبر اگر غیب میدانست، در آخرین سالهای زندگی منافقین مسجد ضرار را درست کردند، نمیگفت به منافقین که من از تبوک برگردم میام نماز میخونم، میخواست بره نماز بخانه. خداوند عزوجل تذکر داد لا تقم فیه ابدا، مبادا اونجا بری قیام کنی نماز بخونی. این بر اساس ضرر رسانی ساخته شده، این یک سنگری برای کفار و منافقین است. پس ببین ها، پیغمبر هر جا خبر نداره، ضربه میخوره، یارانش را از دست میده. پس ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر من غیب میدانستم خیلی از خیر جمع میکردم. و ما مسنی السوء، هیچ ناگواری به من نمی رسید. خب وقتی که شما عالم غیب هم نیستید، نافع و ضار نیستید، پس چی هستید؟ ان انا الا نذیر و بشیر، نیستم مگر من ترساننده آشکاری هستم، و بشیر و مژده دهنده هستم، لقوم یؤمنون، برای قومی که اونها ایمان می آورند. هو الذی خلقکم من نفس واحده،
الله عزوجل اینجا ذکر می فرماید که انسان بیچاره چقدر از خدا نعمت میگیرد، از خدا لطف خدا بر او هست، اما بعدا چطور زود شرک می کند. هو الذی خلقکم من نفس واحده. حالا این آیات درباره کی هستند؟ درباره تفسیر این آیات من مختصر خدمت شما عرض بکنم. بعضی معتقدند یک روایت غلط و موضوع و دروغینی هست که آدم و حوا هستند، اونها از خدا خواستند که خدایا به ما فرزندی بده و خداوند عزوجل به اونها فرزندی داد. بعداً وقتی که اون فرزند در شکم حوا بود، ابلیس ملعون آمد و بهش گفت که اگر میخوای این فرزند تبدیل به حیوانی نشه، تبدیل به عجوبه‌ای نشه، بالاخره نذر کن که اسم این را عبدالحارس بذار. میگویند حارس اسم خود ابلیس بود، یعنی بنده حارس، لذا اسمش را عبدالحارس بذار. اونها همین کار را کردن، خدا که داد اسمش را عبدالحارس گذاشتن، یعنی خدا میگه که اینها شرک کرده. العیاذ بالله. این تفسیر دروغینی هست، غلط هست. اصلا با انبیا کوچکترین گناهی نمی کنند، چه برسه به شرک. این که شرک است. لذا این داستان غلطه. بعضی میگویند که آیه اولی که در اون هست خلقکم من نفس واحده، شما را خداوند از نفس واحده آفرید، یعنی از آدم، و جعل منها زوجها، باز زوجش را از او آفرید، زوجش حوا را از ضلع چپ او خلق کرد. این اول درباره آدم هست، اما آیه بعدی که بحث شرک است درباره اولاد آدم است، درباره اولاد آدم است. این تفسیر دوم هست. اکثر مفسرین همین را میگویند. یعنی ببینید پدر شما و مادر شما یکی هست، آدم و حوا، اونها بالاخره و اینطور دعا کردن. اما خدا به شما که اولاد میده، به شما فرزند میده، شما مردم چرا با خدا شریک میگیرید؟ اسم فرزندهایتون را به نام غیر خدا نسبت میدید. عبدالحارس، عبدود، عبداللات، عبد یغوس، یا مثلا ماها در فرهنگای خودمون میگیم عبدالنبی، عبدالرسول، یا به زبان خودمون فارسی بلوچی نبی بخش، پیر بخش، رسول بخش. یعنی اینها را پیر بخشیده، رسول بخشیده. چرا این خدا داده به طرف غیر خدا داری نسبتش میدی؟ پس الله عزوجل در رابطه با اولاد آدم میگه که اولاد آدم بعداً دچار انحراف شده. این تفسیری هست که این تفسیر هم از نظر عربیت و ترکیب مقداری ترتیب مشکل داره، ولی خب از نظر معنا هیچ مشکلی نداره. عموم مفسرین همین تفسیر را کردن. اما سومین تفسیر از شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه الله هست که ایشون تفسیرشون معمولا متفاوت است، جایی که بالخصوص آیات مشکل داشته باشه. شیخ میفرماید که اول ذهنتون به طرف آدم و حوا چرا میره؟ اصلا اول آیه و آخر آیه درباره آدم و حوا نیست، اصلا بحثی از آدم و حوا نیست، بلکه منظور از این که خدا میفرماید هو الذی خلقکم من نفس واحده، خداوند همه شما را از نفس واحده آفرید، همه شما اولاد آدم هستید. اما وجعل منها زوجها، منظور اینه که هر نفسی که شما دارید زوج شما را از همون جنس آفرید. منها یعنی من جنسی، از همون جنس. یعنی ای انسان، تو را خدا انسان آفرید، همسر تو را هم انسان آفرید. این لطف خدا دستور نداد برو با جنس مخالف ازدواج کن، مثلا با جنس غیر از جنس خودت، مخالف نه، غیر از جنس خودت، مثلا برو با حیوانات ازدواج کن، برو با جنات ازدواج کن، برو با مخلوقی دیگه. نه،
بلکه خداوند لطف کرد که جفت شما را از جنس خود شما آفرید. این تفسیر تایید میشه از اون آیه که و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا. از آیات الهی این هست که برای شما آفرید از جنس خود شما همسرانی. پس مراد اینجا آدم و حوا نیست، مراد جنس بنی آدم هست. الله می فرماید هو الذی خلقکم من نفس واحده، الله آن ذاتی است که شما را آفرید از نفس واحده، و جعل منها زوجها، و همچنین از جنس همان نفس زوجش را، همسرش را آفرید، لیسکن الیها، تا که با توجه به اون همسر سکون حاصل کنند. سکون و آرامش زندگی در زندگی مشترک است. به همین خاطر کسانی که برای زندگی مشترک تلاش نمی کنند، زندگی مجردی، اونا سکون ندارند، آرامشی که باید داشته باشند ندارند. فلما تغشاها، اما شما انسان ها چقدر ناسپاسید. فلما تغشاها یعنی وقتی که اون همسر را مورد پوشش قرار داد، منظور کنایه از همخوابی هست. حملت حملا خفیفا، ابتدا اون حامل شد حمل خفیفی، فمرت به، چنان حمل خفیفی که هر جا راحت رفت و آمد میکرد میرفت. فلما اثقلت، اما زمانی که این چی شد؟ سنگین شد. سنگین شد یعنی چه؟ یعنی اون حملش بزرگ شد. دعوا الله ربهما، اینها از خداوند را صدا زدن، اون خدایی که ربشون هست. چی گفتن؟ هر دو مرد و زن، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. بار الها اگر به ما فرزند صالحی بدی ما از بندگان شاکرت میشیم. اما الله می فرماید فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا، وقتی که خداوند به اونها فرزند صالحی داد، هر دو یعنی مرد و زن، دو تا انسان عادی، جعل له شرکا، برای خدا شریک گرفتن، فیما آتاهما، در اون چیزی که خدا بهشون داد. فتعال الله عما یشرکون، حالا با خدا شریک گرفتی، میگه فلان فرد بخشیده، غوث بخش، غوث به من اینو بخشید. مردم اینجا خیلی نام میگذارن غوث بخش، یعنی فلان بزرگوار به من بخشید، در حالی که الله بهت بخشیده. لذا الله میفرماید شما شریک خدا چه کسانی را گرفتید؟ کسانی را که مخلوق خداند نه خالقند. ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، آیا شریک میگیرن با خدا آن هستی های را، آن شخصیت های را که لا یخلق شیئا، هیچ چیزی را خلق نمی کنند، هیچ چیزی را نمی آفرینند، و هم یخلقون، و خودشون مخلوقند، خودشون خلق شدن. ولا یستطیعون لهم نصرا، و نمی توانند یاری این عابدانشان بکنند. ولا انفسهم ینصرون، و نه خودشان را می توانند یاری کنند، و نه خودشون را می توانند یاری کنند. خیلی جاها داریم همین شخصیت هایی که مردم اونها را فریاد میزنند، برای اونها مشکلات آمد. خب مشکلات باعث رفع درجات هم بود. خیلی از انبیا شهید نشدند، مردم همون انبیا را صدا میزنند. بسیاری از امامان شهید نشدند، مردم همونها را صدا میزنند. اگر اونها میتونستن کاری برای خودشون میکردند. ولا یستطیعون لهم نصرا، اونها نمیتوانند اینها را یاری کنند. ولا انفسهم ینصرون، و نه خودشون را میتونن یاری کنند. و این تدعوهم الى الهدى لا یتبعوکم، این انسان هایی که گمراه بشن، گرفتار شرک بشن، اونها را شما به سوی چی؟ هدایت بخوان، نمی آیند، اصلا متوجه نمی شوند. الله می فرماید و این تدعوهم الى الهدى لا یتبعوکم، اگر فرا بخوانی آنها را به سوی هدایت پیروی نمی کنند. سواء علیکم، برابر است بر شما، ادعوتموهم، اینکه صدا بزنی اونها را، ام انتم صامتون، یا خاموش بشینی.
لذا الله تعالی اینجا یک نکته بیان می‌فرماید. این نکته خیلی مهم است. بسیاری از کسانی که امروز غیر خدا را فریاد میزنند و از غیر خدا استمداد میکنند، میگه این آیاتی که شما میخوانی برای ما، این آیات درباره بت است. ما دوستان خدا را صدا میزنیم، ما امامان را صدا میزنیم، اولیاء را، پیرها را، انبیا را. مگر مسیحیان کی را صدا میزنند؟ اونها هم عیسی و مریم را، اونها هم روح القدس را، سید ملائکه را. ولی قرآن اونها را کافر و مشرک نگفته. لذا صدا زدن هر کسی به منظور کمک و نصرت و یاری ما فوق الاسباب حکمش اینه. الله اینجا می فرماید آخه بندگان خدا، اینهایی که شما صدا میزنید، اینا بنده هستن مثل خود شما، اینا بندگان منند. بسیاری از اینهایی که مردم فریادشون میزنند بندگان مقرب و صالح خدا هستند. ان الذين تدعون من دون الله، همانا آنهایی که شما فریاد میزنید آنها را بجز الله، عباد امثالکم، اونها بندگانی مثل خود شما هستند. فدعوهم، اونها را صدا بزنید. فلیستجیبوا لکم، باید اجابت کنند برای شما. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید در ادعای الوهیت، بیاند اجابت کنند. اونها وقتی که از این دنیا رفتند عاجزن، کوچکترین حرکتی حتی نمیتونن بکنند. الهم ارجل یمشون بها، آیا برای اونها پاهایی هست که با اون پاها را بروند؟ ام لهم ایدی یبطشون بها، آیا برای اونها دستهایی هست که با اون دستها بگیرند؟ ام لهم اعین یبصرون بها، آیا برای اونها چشمهایی هست که با اونها ببینند؟ ام لهم آذان یسمعون بها، آیا برای اونها گوش هست که بشنوند؟ اونا که به جهان آخرت رفتند، نه میبینند، نه میشنوند، نه راه میرند، نه کاری میکنند. شیخ احمد رحمه الله، شیخ احمد سرهندی مجدد الفسانی میفرماید اونهایی که به ملاقات خدا رفتند، اونها اگر نیکانی باشند، اگر بندگان مقرب خدا باشند، اونها رفتند در ناز و نعمت خدا، اونها رفتند رزق خدا را و نعمت خدا را حاصل میکنند. حالا اونها با دردها و رنجهای این دنیا چی کار دارند؟ دیگه اونها خودشون روزهای سخت خودشون را گذراندند، حالا بیان تو سختی ها و دردهای ما شریک بشن؟ یا اگر بد بودن به عذاب گرفتار هستند، شما چرا اینها را صدا میزنید؟ لذا الله میفرماید قل ادعوا شرکاءکم، به آنها بگو این شریکان خودتون را صدا بزنید. ثم کیدون، سپس بر علیه من محمد هرچه کید و هرچه مکر و توطئه دارید توطئه کنید. فلا تنظرون، اصلا به من مهلت ندید، به خدایانتون بگید حمله بکنند، نمی توانید. چرا؟ حامی من. این انسان موفقه، این انسان کامیابی دنیا و آخرت را میبیند که حامی خود، پشتیبان خود فقط خدا را قرار بده. ان ولی الله الذی نزل الكتاب، همانا ولی من، حامی من الله است، آن اللهی که این کتاب را، قرآن را بر محمد نازل کرد. و هو یتولی الصالحین، اون اللهی که اون دوست صالحین است، اون حامی تمام صالحین، بندگان صالح است. اما این غیر اللهی که شما صدا میزنید، والذین تدعون من دونه، آنهایی که بجز الله آنها را فریاد میزنید، لا یستطیعون نصرکم، اونها نمیتوانند شما را یاری کنند. شما به جای خود اگر برای اونها مشکلی پیش بیاد، خودشون را هم نمیتونند یاری کنند. ولا انفسهم ینصرون، و نمیتوانند آنها خودشان را یاری کنند. سیدنا نوح علیه السلام نزدیک به 1000 سال برای دین خدا زحمت کشید. آیا بزرگتر از نوح داریم؟ اما وقتی که تحت فشار دشمنان بود چی میگه؟ رب انی مغلوب فانتصر، خدایا من مغلوبم، من
شکست داره میخورم از دست اینها، تو انتقام بگیر. خودشون را هم نمیتونستن کمک بکنند، لذا الله فقط میتونه. الله میفرماید ولا انفسهم ینصرون، نه خودشون را میتوانند یاری کنند. و ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا، اگر فرا بخوانی آنها را به سوی هدایت، لا يسمعوا، اونها نمیشنوند. اگر بگی بیا راه اینجاست. و تراهم ینظرون، اینجا منظور، اینجا خطاب، ببخشید، خطاب برای رسول الله است و منظور مشرکان، یعنی ای پیامبر این مشرکان چون در مسیر شرک رفتند، اینا گمراه شدند، حالا شما اینها رو به سوی هدایت بخوان. و این تدعوهم الى الهدى لا يسمعون، اینا نمیشنوند چون که قدرتش سماع قبول ندارند. و تراهم ینظرون الیک، میبینی آنها را به سوی تو نگاه میکنند. و هم لا یبصرون، اما نمیبینند. اون دیدی که مفید باشه، حق را، راه حق را ببینند، نمیبینند. خب چه کار باید کرد؟ داعی باید، دعوتگر ایمان باید حوصلهش زیاد باشه، باید سینهش بزرگ باشه، زود از کوره در نره، زود به مردم بد و بیرا نگه، توپ و تشر نگه، بلکه گذشت بکنه، حتی در رابطه با مسائل شخصی گذشت بکنه، هنوز صبر کنه، تحمل کنه، راهنمایی کنه. خذ العفو، یعنی عفو را پیش بگیر. وامر بالعرف، ادامه بده، امر به معروف کن، به راههای درست راهنمایی کن. و اعرض عن الجاهلین، از این جاهلان اعراض کن. و اما ینزغنک من الشیطان، خب گاهی انسان عصبانی میشه، گاهی انسان از کوره در میره، اگر عصبانی شدی به خدا پناه ببر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به خدا پناه ببر تا اینکه این عصبانیتت فروکش کنه. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر به تو از جانب شیطان نزغ اصل ضربه را میگه، اینجا منظور وسوسه هست. اگر شیطان وسوسه کرد، اگر شیطان عصبانی کرد و ضربه زد، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. انه سمیع علیم، همانا اون ذاتی هست هر چیز را شنواست، هر سخن را و هر حالت را داناست. اما الله عزوجل می فرماید بندگان متقی من، بندگان خدا ترس من، هرگاه شیطان و گروهی از شیاطین بر اونها حمله کنند، اونها را وسوسه کنند، اونها را به خشم بیندازند، اونها فوراً خدا را یاد میکنند. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، همانا آنهایی که از خدا میترسند هرگاه به اونها برسد طائف، یعنی حمله، وسوسه، غلبه از شیطان، تذکروا، الله را یاد میکنند، فاذا هم مبصرون، وقتی خدا را یاد کردی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفت، اون وقت راه درست را میبینی، چشمایت باز میشه، قلبت روشن میشه. و اخوانهم یمدونهم فی الغی، بقیه برادران، اونها برادرانش اونها را میکشن به سمت سرکشی، گمراهی، ولی ثم لا یقصرون، اونا کوتاهی نمی کنن، اما اینها چون با خدا رابطه دارند استوارا محکمند. و اذا لم تأتهم بآیت قالوا لولا اجتبیتها، اینجا خداوند عزوجل اشاره می کند به اینکه بعضی اوقات دشمنان وقتی که یک عارضه پیش می آمد، یک عرض کنم که بندش وحی موقتی پیش می آمد، اونا می گفتن خب چرا الان آیه نمیگی، چرا الان وحی نمیاری؟ و اذا لم تأتهم بآیت، یعنی بآیت من القرآن عند تراخی الوحی، وقتی که وحی به تراخی می افتد آیه نمی، قالوا لولا اجتبیتها، و میگه اگر تو نبی هستی چرا اون آیه را انتخاب نمی کنی، چرا آیات نمیاری؟ پیغمبر در جواب باید چی بگه؟ پیغمبر خدا در وحی هم مختار نیست، آیه‌ای که خدا بگه، آیاتی که خدا نازل کنه
بالاخره پیغمبر بازگو میکنه. وقتی که خداوند وحی را متوقف میکنه، گاهی پیغمبر میفرماید فردا به شما میگم، تا 15 روز وحی نمی آید. لذا این در اختیار خدا است. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، بگو جز این نیست که من پیروی میکنم آنچه که وحی شده به سوی من از جانب ربم. هذا بصائر من ربکم، این فضیلت قرآن است. الله میفرماید این قرآن بصائر هست. بصائر جمع بصیرت است، یعنی موجب دید شما، اسباب دید شما، یعنی دید قلب شما را قرآن روشن میکنه. قرآن را وقتی که فرا بگیری، قرآن را به پیش ببری، دلت روشن میشه، همه چیز را میفهمی. هذا بصائر من ربکم، این بصائری هست، موجب دید هست، و هدن هدایت هست، علما و رحمت هست عملا. وقتی که بهش عمل کردی رحمت ها نازل میشه. اما اینها برای چه کسانی؟ لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان میآورن به قرآن، مستفیدین من القرآن. اما وقتی که قرآن اینگونه هست، پس آداب قرآن را رعایت کن. آداب قرآن چیه؟ آداب قرآن زیاد هستند، شما بعضی ها را خواندید، در سوره واقعه هم خواندید. اما یکی از آداب، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هرگاه قرآن خوانده میشه استماع کن، برای قرآن گوش کن. و انصتوا، و ساکت بشید، لعلکم ترحمون، تا شما مورد رحم خدا واقع بشید، مورد ترحم پروردگار رحیم واقع بشید. و وقتی که خدای عزوجل را یاد میکنی، خدا را آهسته یاد کن. ببینید خداوند تعالی برای ذکر اینجا آدابی بیان فرموده. بعضی از مردم بلند ذکر می کنند، بعضی چنان ذکر می کنند که اصلا از حالت عادی کنترلشون خارج میشه. اینا خلاف هستند. اگر ما ذکر خدا میکنیم، یاد خدا میکنیم، اصلا همونطور که یک لحظه میشینیم در گوشه اتاقمون تلاوت میکنیم، یک گوشه دیگه ذکر کنیم. اما ذکر دو تا خصوصیت داشته باشه، دو تا صفت داشته باشه. یک، واذکر ربک فی نفسک، یاد کن ربت را در دل یاد کن. یعنی اولا ذکر با دل باشد، فقط با زبان نباشد. هم بر زبان یاد خدا باشد، هم در قلب باشد الله. نه اینکه بر زبان ذکر باشد و در دل به قول شاعر گاو و خر باشد. نه، باید در دل هم الله باشد. و حالت تو چی باشه؟ وقتی که در دل خدا باشد تضرع میاد. تضرعا، این صفت اول و کیفیت اول. در وجود تو تضرع باشد. و همچنین و خیفتا، آهسته ذکر کن، بلند ذکر نکن، خدا را آهسته یاد کن. و دون الجهر، ببینید یک مقدار معلوم میشه که کسی میخواهد بلندتر ذکر بکنه، چون گاهی انسان آهسته میکنه یا خوابش میبره یا اون لطف و لذت را حاصل نمیکنه. آهسته میگه الله، طوری که خودش فقط بشنود، نه اینکه مزاحم بقیه مردم بشه. یه جایی نشسته تنها الله را آهسته آهسته، دون الجهر یعنی بلند که دیگران بشنون، نه، فقط به اندازه‌ای که یسمع نفسه، خودش را بشنواند. دون الجهر اون هست، اونگونه ذکر کن. من القول، دون الجهر من القول، یعنی قول و سخن شما بلند نباشد، این گونه ذکر کن. بالغدو والآصال، چه وقت ذکر کن؟ وقتی ندارد، همیشه ذکر کن. بالغدو والآصال یعنی علی الدوام. ولا تکن من الغافلین، از بندگان غافل، اونهایی که از ذکر و یاد خدا غافل هستند، از اونها نباش. و الله عزوجل می فرماید این ذکر، تسبیح، تقدیس وظیفه فرشتگان هست. ان الذين عند ربك، همانا آن فرشتگان مقربی که نزد پروردگار و نزد رب تو هستند، لا یستکبرون عن عبادته، آنها از عبادت پروردگار استکبار نمی کنند، تکبر نمی کنند. و یسبحونه، همواره خدا را، تسبیح خدا را،
پاکی خدا را بیان می کنند. این ببینید ذکر زبانی هست، چند نوع ذکر داریم. ذکر قلبی شما قبلا خواندید، این ذکر زبانی هست. و یسبحونه، تسبیح با زبان. و له یسجدون، این ذکر عملی هست. و له یسجدون، فقط و فقط برای خدا سجده می کنند، برای غیر الله سجده نمی کنند، جلوی غیر الله کرنش نمی کنند. لذا الله عزوجل می فرماید فرشتگان این گونه هستند. شما اگر می خواهید محبوب و مقرب باشید، شما هم این راه و رسم را در پیش بگیرید. صدق الله مولانا العظیم.